آرامش در حضور دیگران از مجموعه داستان‌های واهمه‌های بی‌نام و نشان اثر غلامحسین ساعدی. ناشر انتشارات نیل، سال 1346. اجرا افسانه والافر. از روی این کتاب فیلمی هم در سال 1349 توسط ناصر تقوایی ساخته شد. کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com تابستان بدجوری شروع شد. ناگهانی و گرم و طوفانی، با ابرهای پاره پاره و وحشی. هنوز نق زدن‌های سرهنگ بازنشسته برای کار کردن و کار نکردن زن جوانش منیژه در مدرسه تمام نشده بود که دلتنگی‌ها و بیخوابی‌ها به خاطر دو دخترش پیش آمد و بعد هم یک چایمان حسابی که در چنین فصلی بی‌تناسب و خنده‌دار بود و بالاخره فکر و خیالاتی که بیشتر سردرگم و بی اساس بودند و به نظر نمی آمد که پشت این همه حرف و بگو مگو و دوندگی ها تصمیمی هم باشد. منیژه مضطرب از اینکه هنوز سالی از عروسیش نگذشته، پرده ها و قالی ها و زینت های عروسی رنگ نباخته و کهنه نشده، خطر در هم ریختن و پاشیدن همه اینها به صورت تهدیدی خانه را پر کرده است. سرهنگ بیخبر از بی تکلیفی و آشفتگی او در این خیال بود که به زندگی سر و سامان یافته‌شان سر و سامانی دیگر بدهد. این بود که یک روز خبر آورد که تمام بساط مرغدانی و جوجه کشی را آب کرده، از شر مزاحمت‌ها و مراجعه مکرر پرنده فروش‌ها و گوشت فروش‌ها راحت شده. تمام دفتر و دستک معاملات را وسط حیاط جمع کرد و به آتش کشید. دیگر بهانه‌ها تمام شده بود و مانده بود خانه که اجاره‌ای بود و حقوق بازنشستگی که به هر گوشه دور افتاده هم که میرفت قابل وصول بود. زنش هم که وصله تنش بود و مثل همیشه مقهور و آرام و مطیع به دنبالش کشیده میشد. اما برای منیژه ساکت و دلمرده و بیحال که در سن 27 سالگی با سرهنگ بازنشسته عروسی کرده بود، چه تفاوت میکرد که کجا باشد؟ اما بیشتر دلهره دیدار دو دختر جوان سرهنگ را داشت که همسن و سالش بودند و حالا میبایست که جای مادر مرحوم اونها رو بگیره. به هر حال وقتی تصمیم سرهنگ شد، علاوه بر اضطراب قبلی و ترس از روبرو شدن با دو دختر جوان، احساس دربدری و بیپناهی هم پیدا کرد. مخصوصا وقتی که پرده ها رو میکندند و قالی ها را جمع میکردند و اساس خانه را کارگرهای سابق مرغدانی بسته بندی میکردند، این حالت شدیدتر شد. چرا که میدید اساس خانه های مجاور دست نخورده مانده و پنجره های جور و جور همسایه ها همه مرتب و پرده پوش. هرچه ساعت حرکت نزدیکتر میشد، سرهنگ بیشتر بیتابی نشان میداد و بیشتر از محلقه و ملیحه صحبت میکرد.
هر لحظه فکر و تصمیم تازه‌ای می‌گرفت و لحظه دیگر به دست فراموشی می‌سپرد. گاه بیرون می‌رفت تا خبر حرکتشان را تلگراف کند و از دم باجه تلگراف پشیمان برمیگشت و عقیده پیدا می‌کرد که شاید دخترها از خبر حرکت پدر چنان ذوق زده شوند که سلامتیشان آسیب ببیند. منیژه می‌دانست که سرهنگ علاقه زیادی به دخترها داره و تمام 1 سال گذشته را همه شب سرهنگ با آلبوم عکس آن دو زندگی کرده بود. در هر فرصتی که پیش می آمد نواری را که مدتها پیش دخترها برای پدر عزیزشان فرستاده بودند گوش میداد و سر می جنباند و آه می کشید. هر وقتم که حالش خوش نبود یا حتی ناراحتی و عارضه بدنی پیدا می کرد به منیژه می گفت که فکر و خیال بچه ها به چنان روزی انداختتش. فکر و خیال بچه ها آرام و قرار از زندگی آنها برده بود. فکر و خیال بچه ها تمامی افتخارات گذشته سرهنگ را به فراموشی سپرده بود و این برای منیژه که به افتخارات گذشته شوهر تعلق خاطری داشت چندان خوشایند نبود. اما رفتار سرهنگ نشان میداد که افتخارات گذشته را چندان جالب نمی‌بیند. تنها دخترهای جوان و زنش می‌توانند به زندگی او رنگ و حالی بدهند. بدین ترتیب هر چند روز یک بار سوغاتی و هدیه تازه‌ای تهیه می‌شد و اول هر برج وقتی حقوق بازنشستگی وصول می‌شد همان مقرری دوران تحصیل را برای دخترها می‌فرستاد و می‌گفت تا زندم این کار رو می‌کنم، پس بچه‌هام از کجا بفهمن که پدر دارن؟ اما دخترها می‌دانستند که پدر دارند، ولی گرفتاری فرصت نمیداد که او را مرتب از حال خود با خبر سازند. شب‌های جمعه ساعت 9:30 که میگذشت تلفن صدا میکرد. گوشی را برمی‌داشتند و صدای سرهنگ رو از فرسخ‌ها دور میشنیدند که داد میزد: الو؟ الو؟ کجاست؟ ملیحه که همیشه گوشی تلفن رو برمی‌داشت میگفت: تویی پدر؟ سلام. سرهنگ میگفت: آره منم، سلام، تو کی هستی؟ من خودم هستم پدر. میدونم کی هستی، ملیحه یا محلقا، کدوم یکیتون؟ من ملیحه‌ام پدر. حالت خوبه؟ محلقا کجاست؟ اونجا نی؟ چرا پاپا اینجاست. چی کار میکنی؟ چرا خبری از شماها نیست؟ از دلواپسی مردیم. حالمون خوبه پدر، خیلی هم خوبه. شما چطورین؟ خانومت چی خوبه؟ آخه چرا نامه نمی نویسین؟ وقت نمی کنیم پدر، صبح تا شب کار داریم. چرا؟ چه خبره؟ مگه شما رو زرخرید کردن؟ آدم که همیشه جوون نیست، چرا خودتون رو فرسوده می کنین؟ ها؟ هر قدرم کار کنین کسی قدرتون رو نمی فهمه. کار کردن توی مملکت فایده نداره، آدم رو پیر و بیچاره میکنه. دلواپس نباش بابا، زیادم به ما سخت نمیگذره. محلقا اونجاست؟ بده با من حرف بزنه. ملیحه گوشی را به محلقا میداد و محلقا میگفت: سلام پاپا. سلام عزیز جان، حالت خوبه؟ بد نیستم پدر، خوبم. شما چطورین؟ صدات چرا گرفته؟ سرما خوردی؟ نه پاپا، صدام نگرفته، خط تلفن خوب نیست. صدای من خوب میرسه؟ آره پاپا، خوبه خوب. پس چرا صدای تو اینجوره؟ نکنه واقعا مریض باشی و نخوای به من بگی؟ نه پدر، خاطر جمع باش. حال منیژه خوبه؟ بد نیست، نشسته اینجا بغل دست من. نمیخوای باهاش حرف بزنی؟ چرا؟ گوشی رو بدین دستش. ملیحه هم نزدیک میشد و گوشش رو نزدیک گوشی میبرد. صدای منیژه ظریف و خجول از آن طرف تلفن شنیده میشد. سلام. سلام، حالتون خوبه؟ منیژه میگفت: مرسی، بد نیستم، شما چطورین؟ خوبیم. قرار بود عکستون رو بفرستین، چرا نفرستادین؟ عکس من که قابلی نداره، خودم چیزی نیستم تا چه رسه به عکسم.
نه دیگه، کلک نزن. از صدات معلومه که خیلی قشنگی. منیژه با خنده خفه‌ای میگفت اوه نه، هیچ همچه خبرایی هم نیست، اما من عکس شماها رو دارم. شماها خیلی خوشگلین. آره؟ خیلی. ببینم. خوب که هستین. خوش میگذره؟ نمیخواین سری به ماها بزنین؟ چرا؟ انشالله میان. پس یادتون نره. منیژه میگفت خیلی خوب، کاری ندارین؟ نه دیگه، نذاریم به پاپا زیاد بد بگذره. خب؟ چشم. خداحافظ. خداحافظ. خط تلفن قطع میشد. سرهنگ به منیژه میگفت خب چی میگفتین؟ منیژه میگفت هیچی. سرهنگ میگفت پس چرا خندیدین؟ منیژه میگفت همین جوری. سرهنگ میگفت همین جوری که نمیشه، لابد چیزی میگفتین. منیژه میگفت عکس منو میخواستم. سرهنگ میگفت خب بفرست براشون. منیژه میگفت روم نمیشه. سرهنگ میگفت روم نمیشه چیه؟ اونا بالاخره دیر یا زود باید تو رو ببینن. این همه کمرویی خوب نیست. من وقتی خیال داشتم زن بگیرم بهشون نوشتم. اونا هم بهم نوشتن و سفارش کردن که زن جوان و خوشگل بگیرم. نوشتن که اگه زن پیر و بد ترکیب بگیرم پوستمو میکنم. خب دیگه چیکار میشه کرد؟ دوستم دارم. چند لحظه دیگه بلند میشد و آلبوم عکس را از زیر میز برمیداشت و میگفت نمیای عکساشون رو تماشا کنی؟ شروع میکرد به ورق زدن آلبوم. چنین بود که تا اسباب اساسیه بسته شد و خانه را برچیدند و وسایل حرکت را آماده کردند، یک مرتبه بیخیالی عجیبی به سراغ سرهنگ آمد. آن همه شور و هیجان و ذوق‌زدگی هم میان رفت. منیژه هم معطل و مبهوت که چی کار بکنه. بدین ترتیب چند روزی گذشت و آسمون قرنبه‌ای راه افتاد و بارونی زد. بعدم آفتابی تند و سوزان پیدا شد. سرهنگم دچار انقلاب روحی شد و کهنه‌پاره‌های مجلات رو دور ریخت و بلند شد. سر و صورت رو صفایی داد و سریم به مرغدانی‌های فروخته شده زد و مالکین تازه را از اون همه ذوق و شوق به تعجب و تحسین واداشت. منیژه را از تردید و بلا تکلیفی که بالاخره موندنی هستیم یا نه بیرون آورد و تلفن زدن. مشایعین و آشناها اومدند و همسایه ها پرده ها رو کنار زدن. سرهنگم خنده بر لب، کت و کلاه جمع و جوری بر سر و تن، همچون جوانها با استخوان‌های برجسته شانه ها از پله ها پایین اومد و منیژه گریه ها و خداحافظیاشو تموم کرد. ابرای بریده تابستانی دوباره آسمان را پوشانید و سفر نامعلوم و بی سرانجام آن دو آغاز گشت. ملیحه از بیمارستان برنگشته بود و محلقا به خدمتکارشان آمنه گفته بود که غیر از مرد جوانی که سراغ او خواهد آمد کسی از دوست آشناها را به خانه راه ندهد. از صبح زود خودش به نظافت خانه رسیده بود. آمنه پرده ها را کشیده بود و خانه تاریک و ترسیده و دست و پا جمع کرده تو لاک خودش رفته بود. محلقا چنان سرگرم خویشتن بود که هر تغییری را در وضع خانه خوب و مطبوع میدید و میپذیرفت و هر تغییری او را برای پذیرایی مرد جوان بیشتر آماده میکرد. چراغای راه پله از دم ظهر روشن بود و در حمام و توالت را برخلاف همیشه بسته بودند. منتظر نشسته بودند که مرد جوان آمد. صدای زنگ در و عقربه ساعت چنان دقیق با هم مطابق بود که محلقا با اطمینان رفت و خودش در رو باز کرد و آمنه که توی چایخانه طبقه بالا بود از پشت شیشه چارگوش چایخانه مرد جوان را که موهای جلوی سرش ریخته بود و لباس سرمه‌ای و کفش و کراوات نونواری داشت برانداز کرد.
در اتاق پذیرایی که بسته شد، آمنه رفت تو خیالات و نشست به تماشای آسمان و ابرهای خاکستری و گرم تابستانی. چند لحظه که گذشت، صدای موزیک و خنده رقیقی از بیرون شنیده شد و آمنه یادش اومد که قراره چایی درست کنه. کلید برق رو زد و رفت سراغ سماور که صدای زنگ در بلند شد. آمنه و محلقا آمدن توی راهرو. محلقا با انگشت اشاره کرد و آمنه هم اشاره او را با تکان سر قبول کرد. محلقا رفت توی اتاق و آمنه پله ها رو پایین آمد و در رو باز کرد. سرهنگ با سر و وضع خاکالود و منیژه که موهاش رو توی روسری بسته بود جلوی در پیدا شدن. سرهنگ آمنه و راپله ها رو تماشا کرد و گفت اینجا خونه کیه؟ آمنه گفت شما کجا رو میخواستین؟ سرهنگ گفتم اینجا خونه کیه؟ جواب منو بده. منیژه گفت خونه محلقا و ملیحه خانم رو میخواستیم. آمنه گفت شما کی هستین؟ سرهنگ گفت من پدرشونم. آمنه گفت چی؟ پدرشون؟ یه دقیقه صبر کنین. در رو بست و رفت بالا. محلقا توی اتاق بود و در بسته بود. آمنه روی نوک پا رفت جلو و با انگشت در رو زد. محلقا در رو نیمه باز کرد و گفت خب. آمنه دست پاچه شد و گفت یه آقا و خانم اومدن اینجا. آقاه میگه پدر شماست. محلقا گفت چی؟ پدر من؟ آمنه با سر اشاره کرد و منتظر ایستاد. محلقا گفت میگی چی کار کنم؟ آمنه گفت هرچی شما بگی. محلقا گفت نکنه عوضی شنیدی؟ پدر من تابستونا سفر نمیکنه و بیخبرم جایی نمیره. آمنه گفت من که نمیشناسمشون، خودشون گفتن. محلقا هنوز توی فکر بود که زنگ در دوباره صدا کرد. آمنه برگشت و پله ها رو نگاه کرد. صدای زنگ در همچنان از زیر سرپوش لعابی کنار آشپزخونه توی راه رو میپیچید. محلقا گفت برو در رو وا کن و ببرشون توی اتاق پایین و بگو من درس دارم و همین حالا میام پیششون. آمنه با احتیاط پله ها رو رفت پایین و محلقا رفت تو اتاق پذیرایی و صفحه گردان رو خاموش کرد. مرد جوان گفت چه خبر شده؟ محلقا گفت پدرم اومده. مرد جوان گفت تو که میگفتی پدرت اینجا نیست. محلقا گفت همین حالا را رسیده. مرد جوان پرسید بر چی اومده؟ خب لابد اومده دیدن ما دیگه. مرد جوان گفت چه دست پاچه ای؟ نه بابا دست پاچه نیستم، میترسم خیالات بد بکنه. آخه پدرم آدم بددلیه. مرد جوان گفت کاری نداره، بهش بگو من برای درس پیش تو اومدم، معلم انگلیسیتم. محلقا گفت همینم میگم. در خانه باز شد. محلقا و مرد جوان نزدیک شدند و پشت در اتاق گوش ایستادند. محلقا صدای پدر رو شناخت که میگفت بالاخره اینجا منزل اونا هست یا نه؟ آمنه گفت بله آقا. سرهنگ گفت به چه بازی در میاری؟ چرا از اول نگفتی؟ تو کی هستی؟ آمنه گفت من خدمتکارشونم. سرهنگ گفت حیف از اون نونی که تو این خونه میخوری. بالاخره ما اجازه داریم بیاییم تو یا نه؟ آمنه گفت بفرمایین آقا. سرهنگ گفت بچه هم کجان؟ ملیحه کجاست؟ محلقا کجاست؟ همین حالا پیداشون میشه آقا. ملیحه خانم تو مریض خونه سر کارن. محلقا خانومم درس دارن. سرهنگ گفت بدو خبرشون کن. تلفن کجاست؟ تو اون اتاقه پایین. در اتاقو نشون داد. سرهنگ گفت شماره‌هاشون کجاست؟ شماره تلفن محلقا رو بده من ببینم. هر سه وارد اتاق پایین شدن. محلقا در رو نیمه باز کرد و سایه زن جوانی را که مرتب تکان می‌خورد و جا عوض می‌کرد و سایه کله باریک پدر را که همچون آدمک مقوایی که دو نصفه کرده باشند روی دیوار راه رو افتاده دید. محلقا با خود گفت
خدایا پدر چرا اینجوری شده؟ صدای آمنه خیلی ضعیف شنیده شد که گفت محلقا خانم خونه هستن آقا. سرهنگ گفت خونه است؟ پس چرا نمیاد پیش ما؟ محلقا برگشت و به مرد جوان گفت من میرم پایین. مرد جوان گفت من چی کار کنم؟ تو هم بعد بیا، خودت آهسته برو. مرد جوان گفت که چطور بشه؟ صدای پای سرهنگ روی پله ها بلند شد. محلقا گفت بهت زنگ میزنم. در رو باز کرد و رفت روی پله ها. سرهنگ که تا وسط پله ها آمده بود بی اختیار چند پله پایین رفت و دستاشو عاشقانه باز کرد و گفت محلقای خوشگل من، تو چقدر بزرگ شدی، خدایا تو چقدر خوشگل و مامانی شدی. محلقا دوید و سرهنگ رو بغل کرد. سرهنگ در حالی که او را وسط بازوانش تکان میداد به منیژه گفت بیا نگاه کن ببین که خودش از عکساش هم خوشگل تره نی؟ منیژه کنار پله ها ایستاده بود و با خجالت محلقا رو نگاه میکرد. محلقا با لبخند شاهانه‌ای سری به او تکان داد. مرد جوان که از طنین صدای پدر مضطرب و ناراحت شده بود مجله مچاله شده رو از روی میز برداشت و زد زیر بغل و اومد روی پله ها. سرهنگ تا مرد جوان رو دید محلقا رو رها کرد و مبهوت به تماشای مرد جوان ایستاد. منیژه هم از فاصله نرده ها مرد جوان رو تماشا کرد. سرهنگ گفت چه جوان برازنده ای؟ آمنه سرفه کرد و محلقا برگشت، لبخند زد و گفت بابا جان این آقا معلم من هستن، پیششون انگلیسی میخونم. سرهنگ گفت انگلیسی؟ چه خوب. بعد به مرد جوان گفت سلام عرض میکنم قربان. مرد جوان با دل و جرأت بیشتری پله ها را پایین آمد. شب تلفن زدن. ملیحه هم اومد. سلام و بوسه و احوال پرسی و قربون صدقه ها تموم شد و هر 4 نفر نشستن دور میز شام. سرهنگ چند گیلاس شراب نوشیده بود و بی اشتها چند لقمه خورد و سیگاری روشن کرده عقب نشست. پرده ها رو کنار زده بودن. چراغ‌های کم نور شهر از وسط تاریکی‌های درهم خانه را در میان گرفته بود. منیژه بی اشتها با غذا ور می‌رفت و چشم روی میز بر نمی‌داشت. هر وقتم که باهاش صحبت می‌کردن سرخ می‌شد. این تغییر حال تنها متوجه دخترا بود. سرهنگ اصلاً توجهی به منیژه نداشت. آمنه میز شامو جمع کرد. دخترها هر کدوم دنبال مطلبی بودن که سر صحبت رو باز کنن. ملیحه منیژه رو تماشا کرد و به محلقا گفت هیچ فکر نمی‌کردم بابا تا این حد خوش سلیقه باشه. محلقا با نگاهی طولانی منیژه رو برانداز کرد. منیژه هم لبخند زد و گفت اختیار داریم. ملیحه خندید و گفت تعریف پاپا رو میکنم نه تعریف شما رو. منیژه با دستپاچگی گفت خیلی عذر میخوام. محلقا خندش گرفت و ملیحه گفت شما چرا انقدر خجالتی هستین؟ منیژه در حالی که زیر ناخناشو تمیز میکرد گفت نمیدونم. ملیحه گفت چرا نمیدونی ها؟ منیژه سرشو بیشتر خم کرد و گفت نمیدونم والا دست خودم نیست. محلقا به ملیحه گفت اذیتش نکن. ملیحه بلند شد و صورت منیژه رو بوسید و گفت اذیتش نمی کنم که میخوام پیش من راحت باشه و از این وضع بیرون بیاد. سرهنگ متوجه شد و پرسید چی کارش میکنی؟ ملیحه گفت هیچی پاپا، ما هم از زن بابامون حقی داریم یا نه؟ محلقا و منیژه خندیدن و ملیحه یه دفعه متوجه پدر شد که با توجه خاصی به نقطه‌ای در تاریکی خیره شده. ملیحه بلند شد و از سرهنگ پرسید کجا رو نگاه میکنی پاپا؟ سرهنگ جواب نداد. ملیحه نزدیک رفت و دستشو گذاشت روی شانه سرهنگ و گفت پاپا. سرهنگ گفت چیه؟ ملیحه گفت چی کار میکنی؟ محلقا و منیژه برگشتن و
آن دو رو نگاه کردم. سرهنگ اخم کرد و پرسید چیکار میکنم؟ کاری نمیکنم. آخه مثل این که حواست پیش ماها نیست. سرهنگ گفت حواسم؟ و مثل کسی که از خواب بیدار شده باشه روی صندلی تکان خورد و بیخیال گفت اتفاقاً خوشگلای من حواسم کاملا پیش شما هاست. ملیحه گفت چجوری حواست پیش ماست؟ سرهنگ نفس بلندی کشید و در حالی که در طول اتاق راه میرفت چنان قیافه جدی گرفت که ملیحه برگشت سر میز و روی صندلی خودش نشست. هر سه دختر چشم به سرهنگ دوختند. سرهنگ گفت بله اون وقتا یعنی همیشه. هوش و حواسه پدر کجا میتونه باشه؟ وقتی خوب فکر میکنم میبینم برای شماها واقعا پدر بودم. دستاشو به هم مالید. دخترها همدیگر رو نگاه کردن. ملیحه با خنده گفت ما که از این حرفا چیزی نفهمیدیم بابا. سرهنگ گفت اما پدر بدی برای شماها بودم. حالا هم چند ساعته که مثل یه انگل به زندگی شماها چسبیدم، اما هیچ فکر نمی کردم که زندگی اینقدر به شما سخت میگذره. همش کار، همش دوندگی، همش زحمت. ملیحه گفت پاپا میدونی چی میخوای بگی؟ سرهنگ گفت البته که میدونم، هنوز تا اون حدم خرف نیستم. ملیحه گفت چرا اینجوری حرف میزنی پاپا؟ سرهنگ گفت منظورم اینه که من یه پیرمرد بازنشسته و عکار افتاده هنوز بدون تفریح و خوشی نمیتونم زندگی کنم. اون وقت شما دوتا دختر جوون به هیچ خوشی و تفریح چیکار میکنی؟ محلقا گفت بابا ما عادت کردیم. سرهنگ رفت جلو پنجره‌ای که رو به مشرق باز میشد و دستاشو بغل کرد و چشم به تاریکی دوخت. ملیحه آهسته گفت همه تفریحارم که نمیشه به تو گفت و چشمک زد. منیژه لبخند زد و به محلقا نگاه کرد. محلقا با مهربانی لبخند او را جواب گفت. سرهنگ برگشت و رو به دخترها ایستاد و گفت آره باید از همین حالا به فکر آینده باشین. پیری که رسید دیگه دستتون جایی بند نمیشه. چجوری بگم؟ خیلی دلم میخواست اینجا که میام ببینم شما سر و سامونی پیدا کردین. خب دیگه هر پدری این آرزو رو داره. مثلا اگه الان 2-3 تا کوچولو از اون کوچولوهای شیرین و شیطون اینجا به سر کلمون میپریدن چقدر خوب بود، چقدر بامزه بود. دخترها بی‌اعتنا پدر رو نگاه کردن. سرهنگ ادامه داد خب دیگه خونه بی بچه رو دوست ندارم. اون وقتا که شما کوچولو بودین زندگی من یه چیز دیگه بود، یه رنگ و حال دیگه ای داشت. همیشه خوش و خرم و خندون بودم. و با قیافه متأثر و ناراحت دخترها رو نگاه کرد و گفت اما شماها جوونین، خوشگلین، نعمت جوونی همیشه پیدا نمیشه. ملیحه گفت خب پدر من و محلقا که هیچ. خود شماها چی؟ حالا که اینقدر بچه دوست دارین چرا خودتون دست به کار نمیشین ها؟ ماشاءالله زن جوون و خوشگلم که دارین. سرهنگ پرسید یعنی چی کار کنم؟ ملیحه گفت خب معلومه. دخترها خندیدن. سرهنگ با شانه‌های افتاده گفت از من دیگه گذشته دختر جون. من به موقعش دست به کار شدم و حالا شماها رو دارم. حالا دیگه نوبت پیری و گرفتگی و خستگی و عصبی و افکار عجیب و غریبه. دوباره رفت کنار پنجره و به تاریکی خیره شد. ملیحه خم شد طرف منیژه و با شیطنت از منیژه پرسید ببینم خبری نیست؟ حالت خودمانی و راحت ملیحه منیژه رو به خنده واداشت. محلقا گفت خجالت میکشه. ملیحه منیژه پرسید آره خجالت میکشی؟ چرا؟ واسه چی خجالت میکشی؟ راستی بابام اونقدر پیر شده که دیگه کاری ازش ساخته نیست.
منیژه که با گوشه چشم مواظب سرهنگ بود آهسته گفت از خودش بپرسیم. ملیحه گفت نه دیگه، کلک نزن، این چیزا رو همیشه از زنا میپرسن. محلقا گفت بده ملیحه، خجالت داره. هر سه برگشتند و سرهنگ را که بیخیال غرق تماشای تاریکی شب بود نگاه کردند. ملیحه به منیژه گفت خدا میدونه چرا تو این همه خجالتی هستی. منیژه گفت میدونین این دیگه دست خودم نیست. سرهنگ گفت چراغای این شهر چقدر کمسوان. هی پیری و بیچارگی. محلقا گفت پاپا خسته ای، نمیخوای بخوابی؟ سرهنگ گفت اتفاقا چرا؟ به موقع گفتی، خیلی هم خوابم میاد. رفت روی ایوان. ملیحه گفت هنوز که اول شبه. محلقا گفت اما پدر خواب گرفته، نگاش کنی؟ هر سه بلند شدند و دویدند روی ایوان و سرهنگ را که یک پاش اونور نرده ها بود گرفتن و از سقوط در تاریکی نجاتش دادن. فردا آفتاب نزده ملیحه و محلقا رفتند سر کارشون. سرهنگ هنوز در خواب بود و منیژه که از نصفه های شب بیدار بود بعد از رفتن دخترها رفت روی ایوان و نشست به تماشای ساختمان‌های ساکت شهر که تک تک وسط درختزارها افتاده بودند و با بالا آمدن سپید دم رنگ عوض می‌کردند. آفتاب که زد آمنه آمد و شروع کرد به باز کردن و بستن در اتاقها. کفشاشو چنان روی زمین می‌کشید که به نظر می‌اومد داره تو خواب راه میره. زنگ در صدا کرد و شیری اومد. بعدم نونی اومد و بعد آشغالی و نفتی. آمنه همه رو راه انداخت. چند لحظه که گذشت آمنه آمد روی ایوان. منیژه را که بیدار دید جا خورد و گفت خانم جون بیدارین؟ منیژه گفت آره بیدارم. آمنه گفت زود بیدار شدین خانم، میخواستین خستگی راهو در بکنین. منیژه گفت من از نصف شب بیدارم. چرا خانم؟ خدا نکرده؟ نه چیزی نیست، همینطوری خوابم نبرد. آمنه مثل اینکه خبر بیخوابی منیژه رو برای کسی میبره با عجله برگشت و رفت. چند لحظه بعد با سینی نان و چایی پیدا شد و سینی را گذاشت روی عسلی. منیژه لبخند زد و گفت زیاد گرسنم نیست. آمنه گفت یه چیزی باید بخورین. خیلی ببخشینا، من عادت به فضولی ندارم، ولی هرچی باشه شما مهمونین. منیژه چارپایه رو کشید جلو عسلی و چند حبه قند داخل چای انداخت. آمنه گفت خانم جون زیادم زیر آفتاب نشینی، حالا اول صبح، یه ساعت دیگه آفتاب اینجا خیلی اذیت میکنه. منیژه گفت حالا کو تا یه ساعت دیگه. چارپایه را کشید زیر سایه برآمدگی لب ایوان. آمنه برگشت و وقتی از جلو اتاق سرهنگ رد میشد ایستاد و با ناراحتی منیژه را صدا کرد و گفت خانم جون آقا چرا اینجوری نفس میکشن؟ منیژه گفت باشه عادتشه. آمنه گفت پاهاشون کبود شده خانم، خدا نکرده. منیژه بلند شد و رفت کنار آمنه. سرهنگ دمر افتاده بود و خور و پف میکرد. پاهای بزرگ و کبودش از زیر پتو بیرون مونده بود. منیژه رفت تو اتاق، پتو رو کشید پایین و پاهای سرهنگ رو پوشوند و گفت سرهنگ همیشه اینجوری میخوابه، دلواپس نباش. آمنه نفس راحتی کشید و رفت توی ساختمون. منیژه برگشت سر جای اولش و چایی رو به هم زد. سایه های اول صبح با هم مخلوط و در هم می شدن و صدای پای اونهایی که روی جاده ها و خیابان های شنی در رفت آمد بودن
یا نفتی و آشغالی که با همه سلام علیک می‌کردن از پایین شنیده می‌شد. و از بین همهمه‌ای این چنین آشفته صدای خرت خرتی بلند شد. منیژه جرعه‌ای چای خورد و اطرافش رو نگاه کرد. آمنه با چند تکه استخوان از آشپزخونه دوید روی ایوون و در حالی که دستاشو تکون میداد سعی میکرد کلاغی رو که روی چوب آنتن همسایه نشسته بود و گره سیم رادیو رو باز میکرد فراری بده. منیژه گفت استخونا رو نندازی. آمنه گفت نمیشه خانوم. این لامصب اونقدر پرروه که به این آسونیا ولکن نیست. و تکه استخوانی را پرت کرد طرف کلاغ که افتاد پشت بام همسایه. کلاغ از روی چوب آنتن پرید و چند بار روی بام دور زد و اومد خم شد و استخوان رو برداشت و وسط درخت‌ها گم شد. آمنه گفت اگه استخون بهش ندم دست نمیکشه خانوم. نمیدونم با این یارو همسایه چه دشمنی داره که یه روز در میون میاد و سیم رادیوشو باز میکنه و میره. میگم نکنه عادت کرده که من استخون بهش بدم. همسایه‌مونم هر وقت میاد پشت بام که سیمو ببنده اخماشو تو هم میکنه که مثلا ما چرا گذاشتیم کلقه این کارو بکنه. خب دیگه حق همسایگی هم اینه که ما هم نذاریم کلاغه این کارو بکنه. منیژه گفت خدا رو شکر که این دفعه نتونست کاری کنه. آمنه با استخوان‌ها برگشت و رفت توی ساختمان. منیژه آمد دم در اتاق سرهنگ. سرهنگ بیدار شده بود و صاف نشسته بود لبه تخت و پاهاش آویزون کرده بود. منیژه را که دید گفت ساعت چنده؟ منیژه گفت 9:30 گذشته. سرهنگ گفت پس هنوز خیلی به ظهر مونده. چیه میخوای بازم بخوابی؟ بخوابم؟ برای چی بخوابم؟ منیژه گفت آخه ساعت رو پرسیدی. گفتم لابد میخوای دوباره بخوابی. سرهنگ گفت نه عزیز جون، من بدترین ساعت عمرم در خواب گذشته. من هیچ وقت تو خواب آروم و قرار نداشتم. چه خیالات عجیب و غریب و شلوغ پلوغی که سراغم نیومده. تو فکر میکنی خواب چیز خوبیه؟ نه ابدا، خدا لعنتش کنه. و به فکر فرو رفت. منیژه گفت حالا چای حاضره، نمیخوری؟ سرهنگ گفت حالا فکر و خیال دیگه منو گرفته. ببینم به نظر تو اشتباه نبود که من زندگیمو به هم ریختم و دم و دستگاه جوجه کشی و مقدونی رو فروختم و پا شدم اومدم اینجا؟ به هر حال اونم دلخوشی خوبی بود و فکر و خیال آدمیزادو کم میکرد. منیژه گفت کاری بوده که کردی و حالا تموم شده. فکر و خیال بیفایده است. حالا که نمیشه دوباره برگردی و پس بگیریش. چرا نمیشه؟ ها؟ چرا نباید بشه؟ آخه خودت همیشه میگفتی کاری که گذشت نباید فکرشو کرد. حالا چطور شده تغییر عقیده دادی؟ سرهنگ جواب داد راست میگی. میدونی من فکر میکنم واقعا لازمه که هر آدمی توی زندگی چند دفعه به کلش بزنه و خل بشه. بالاخره هرچی باشه منم آدمی زادم. حالا بگذری، تو فقط به هم قول بده که چیزی از این بابت به ملیحه و محلقا نگی. قول میدی؟ منیژه دست باچه دنبال جوابی میگشت سرهنگو قانع کنه که تلفن زنگ زد. خوشحال از اتاق دوید بیرون. آرامش در حضور دیگران، اثر غلامحسین ساعدی، تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت دوم. عصری سرهنگ را فرستادن بیرون که
گشت بزنه و هوایی بخوره و حالش جا بیاد. منیژه چیزایی رو متوجه شده بود اما به رو خودش نمی آورد. سرهنگ تا از خونه رفت بیرون، محلقا بی رو درواسی به منیژه گفت که قرار دوست ملیحه به خونه بیاد و تا با پدرش آشنا نشده خیلی چیزا رو باید مراعات کنن. ملیحه گفت شهرهای کوچیک این مصیبت‌ها رو دارن که نمیشه راحت معاشرت کرد. مثلا خیلی مشکله که با یکی بری بیرون و بگردی یا با مردی معاشرت کنی. خیلی زود پشت سر آدم حرف در میارن. اولین ضررشم اینه که صاحبخونه فوری جوابت میکنه. منیژه آهسته پرسید کی میخواد بیاد سراغت؟ محلقا گفت حالا ببین ملیحه چی کار میکنه و چقدر به سر و وضع خودش میرسه، اون وقت خودت حدس بزن که کی میخواد بیاد. منیژه گفت نامزدشه؟ ملیحه گفت نامزد؟ ای همچی. منیژه پرسید چی کار است؟ محلقا گفت یکی از دکترای بیمارستان خودمونه. منیژه گفت همینجوری میاد پیش تو؟ ملیحه پرسید اشکالی داره؟ منیژه دستپاچه شد و گفت نه عیب که نداره. ملیحه خندید و پرسید پس چی میگی؟ منیژه گفت هیچی. هر سه نفر خندیدن. ملیحه گفت مال محلقا رو که دیدی؟ منیژه گفت همون معلم انگلیسیه؟ آره همون خودش. چجوری بود؟ منیژه چیزی نگفت. محلقا گفت یه وقت خیال نکنی ما دخترای بدی هستیم و؟ منیژه گفت اختیار دارین. راستی چرا شوهر نمی کنی؟ ملیحه و محلقا خندیدن. منیژه رفت تو فکر. ملیحه پاشد و از روی ایوان رفت تو اتاق. محلقا و منیژه هم آهسته به دنبالش کشیده شدن. ملیحه نشست جلو آینه. محلقا به کنار پنجره تکیه داد و منیژه هم افتاد روی یه عسلی. منیژه پرسید چجوری با هم آشنا شدین؟ ملیحه گفت تو هیچ وقت برات پیش نیومده؟ نه. ملیحه گفت مگه ممکنه؟ منیژه گفت میدونین آخه من یه جور دیگه بزرگ شدم. محلقا گفت برای ما هم همینجوری پیش اومده. ملیحه گفت فقط یادت باشه که این محلقا خیلی استاده و خندید. محلقا گفت من با اون همینجوری آشنا شدم. فامیل یکی از مریضان بود. هی رفت و اومد. اول به بهانه مریضشون، بعدم به بهانه‌های دیگه. نامه نوشت و تلفن زد و خب منم بدم نمی اومد. ملیحه گفت حالا نوبت توست. بگو ببینم چجوری با پدرم آشنا شدی؟ منیژه گفت من آشنا نشدم. مدیر مدرسمون منو بهش معرفی کرد. منم همینطوری بیخیال شوهر کردم. ملیحه گفت بیخیال؟ منیژه گفت آره والا. محلقا گفت بیخیال یعنی چجوری؟ ملیحه که داشت پلکاش رو سبز میکرد گفت چجوری میشه آدم همینجوری بیخیال شوهر کنه؟ محلقا گفت چرا نمیشه؟ من یه جایی خوندم که بعضیا روحیه‌شون طوریه که اهمیتی به این چیزا نمیدن. ملیحه گفت شوهر کردن، لباس خریدن و کفش عوض کردن که نیست. زنگ در صدا کرد. ملیحه بلند شد و با خنده دمپاییاشو عوض کرد و رفت بیرون. منیژه گفت چقدرم خوشگل شد. محلقا گفت اگه تو هم جلو آینه بشینی و به خودت ور بری از اونم خوشگل‌تر میشی. منیژه و محلقا آمدن روی ایوان و رفتن توی اتاق چارگوش وسطی که میز کوچکی داشت و پنکه کهنه‌ای در سقف برای خودش میچرخید. نشستن دو طرف میز. منیژه گفت حالا چیکار کنی؟ محلقا گفت چیو چیکار کنی؟ منیژه گفت همینجوری خونه باشیم؟ محلقا گفت هر طور که میلته. روزنامه میخوای بخونی؟ نه حوصله‌شو ندارم.
دلت گرفته آره؟ نه دلم نگرفته، هوا یه جور عجیبی شده. محلقه گفت چایی برات خوبه، میخوری؟ بدک نیست، میخورم. محلقه زنگ زد. آمنه پاورچین اومد روی ایوون و سرشو با احتیاط دراز کرد تو اتاق. محلقه گفت یه قوری چای تازه وردار و بیار. آمنه سرشو تکان داد و دوباره پاورچین برگشت و سایه درازشو روی ایوان به دنبال خودش کشید. منیژه و محلقه همدیگر رو نگاه کردن. صدای موزیک آرامی از بیرون بلند شد. منیژه پرسید صفحه گوش میکنن؟ فکر نمیکنم. ملیحه هم موزیک زیاد خوشش نمیاد. بلند شد رفت روی ایوون و گوش داد و برگشت و گفت صدا بیرون میاد، وسط درختا. منیژه گفت صفحه خارجیه نه؟ آره، تو خوشت نمیاد؟ زیاد نه، حال و حوصله آدمو میبره. محلقه گفت تو خیلی بی‌حوصله‌ای، چته؟ خودم هم نمیدونم. خیلی وقتا بیخودی اینجوری میشم. بیخودی که نمیشه، قیافت خیلی در همه. به خودت نمیرسی. با این صورت خوبی که تو داری، اگه به خودت برسی خیلی خوشگل میشی. میدونی آرایش و خوشپوشی و اینجور چیزا خیلی وضع آدمو عوض میکنه. منم مثل تو بودم، همش بی‌حوصله و اخمو. اما ملیحه از اولش یه جور دیگه بود، سرزنده و بگو بخم. آمنه به دنبال سایه‌اش پیدا شد که سینی چای و بسته بیسکویت به دست با احتیاط آمد تو. فنجان‌ها و قندون و بی سر صدا رو میز چید و شروع کرد به باز کردن جعبه بیسکویت. محلقه گفت یه نفر هم دوره‌ای داشتیم که همیشه از وضع من اوقاتش تلخ بود. رو به آمنه کرد و گفت پروینو میگم. آمنه گفت آها، آره پروین خانوم، و سرشو با احتیاط تکون داد. محلقه گفت دختر خیلی پرشور و شری بود، از اون دخترای بگو بخند و بزن و برقص. یه روز منو برداشت و به زور برد آرایشگاه و نشون رو صندلی و داد زیر ابروامو برداشتن. موهامو چیدن و ناخونامو درست کردن. بعد پا شدیم و رفتیم توی کافه قهوه خوردیم و صفحه گوش دادیم و اومدیم خونه. راستش دیدم عوض شدم. جلو آینه که میایستادم خودم یه جور دیگه میدیدم. آب و رنگی داشتم. غذام بهتر شد، حال و حوصله پیدا کردم. بعدم به زور ما رو کشید تو رقص و شب نشینی و از این حرفا. فهمیدم که راست میگه، آدم هر جوری شده بعد خودشو نجات بده. والا چیزی هست که فوری خفت میکنه، بی حال و حوصلت میکنه. منیژه گفت آره میدونم. آمنه آهسته رفت جلو پنجره. به سر و صدای بیرون گوش خوابوند و پاورچین برگشت و گفت چاییتون سرد نشه. هوا رو به تاریکی میرفت که سرهنگ از خواب بیدار شد. منیژه رفته بود بیمارستان سراغ محلقه و ملیحه. قرار بود که 3 نفری برای خرید کفش و جوراب و خرت و پرت زنونه سری به خیابون بزنن. سرهنگ به ساعت دیواری نگاه کرد و بعد از اتاق اومد بیرون. آمنه روی ایوان نشسته بود و توی تشت مرغ کشته‌ای رو پر میکند و هر وقت که اندامی از مرغ لخت میشد خندش میگرفت. برای اینم که صدای خندش شنیده نشه پشت دستشو جلو دهان میگرفت. سرهنگ به لبه پنجره تکیه داد و پرسید دخترا نیومدن؟ آمنه گفت نه آقا. چرا نیومدن؟ چه میدونم؟ لابد تا یه ساعت دیگه پیداشون میشه. خدا میدونه. سرهنگ گفت منظورت اینه که مثلا تو نمیدونی ها؟ آمنه گفت نه، من از کجا میدونم آقا؟ من هیچ وقت کار به کار کسی ندارم. سرم هم تو لاک خودمه. فقط بلدم چیزی درست کنم و خونه رو جارو بزنم و تمیز کنم و از این کارا. آره تو گفتی منم باورم شد. چیو آقا؟ سرهنگ با خشونت گفت اون چیه که اینجوریش میکنی؟
آمنه گفت مرغ آقا. کی به تو گفته اونجوریش کنی؟ هیچکی نگفته، دارم تمیزش میکنم. خجالت نمیکشی که تو رو من وای میسی؟ ها؟ همینطوری هی دروغ میگی؟ مگه چی شده آقا؟ من که کاری نکردم. چی؟ کاری نکردی؟ شما چی میگین آقا؟ من اصلا سردر نمیارم. سردر نمیاری؟ آمنه گفت والا به خدا آقا اصلا حالیم نمیشه. سرهنگ گفت خیلی خوب، الان حالیت میکنم. دوید تو اتاق و چند دقیقه بعد با یه گلدون چینی اومد روی ایوون. چشماش بزرگ شده بود. چند لحظه ایستاد و یه دفعه حمله کرد طرف آمنه. آمنه کاردو انداخت تو تشت و مرغ به دست فرار کرد تو راهرو. درم پشت سر خودش بست. سرهنگ برگشت و گلدونو گذاشت لب ایوون. صدای حقیقی از توی درختا می اومد و ساعت توی راهرو از پشت در بسته زنگ می زد و جز کارد و پرهای سفید آغشته به خون در داخل تشت چیز دیگری روی ایوون نبود. سرهنگ رفت لب ایوون و ایستاد به تماشای ساختمونای ساکت شهر که آروم آروم وسط درختا و تیرگی وهم‌انگیز شب دفن می شدند. دخترها وقتی به خونه برگشتن سرهنگ مشغول نامه نوشتن بود. اول ملیحه و محلقا، بعدم منیژه از کنار پنجره نگاهش کردن. سرهنگ پشت میز نشسته بود و با هر حرکت قلم لب و لوچه‌اش جمع می شد و قطرات اشک از چشمانش پایین می ریخت. محلقا گفت بابا چرا اینجوری میکنه؟ ملیحه گفت چه خبر شده؟ چی داره می نویسه؟ محلقا گفت کاغذ پاکت دم دستشه، لابد نامه می نویسه. ملیحه گفت نامه؟ کسی رو نداره که نامه بنویسه؟ محلقا گفت خدا میدونه چه خبره و چی می نویسه. ملیحه از منیژه پرسید تو میدونی بابا چشه؟ منیژه گفت من چه میدونم، شاید اتفاقی افتاده. محلقا گفت بریم تو. ملیحه گفت نه، حالا صلاح نیست، بهتری بریم اتاق دیگه، کارش که تموم شد و حالش جا اومد میایم سراغش. هر سه رفتن اتاق کناری، لباساشونو عوض کردن و خودشونو توی آینه تماشا کردن. موقع برگشتن یه سری هم بارشگر زده بودن که دستی به سر صورتشون برده بود. محلقا زنگ زد. آمنه اومد تو. ملیحه گفت پدرم چیزیش شده؟ آمنه گفت نمیدونم خانوم، یه ساعت پیش من نشسته بودم رو ایوون و مرغ درست میکردم که با گلدون من حمله کرد، میخواست بکوبه به کلم. منیژه گفت چرا؟ آمنه گفت خانوم گمونم خیالاتی شده بود، هی میپرسید که من با مرغ چی کار دارم، چرا اذیتش میکنم. منیژه پرسید بعد چی شد؟ آمنه گفت معلومه خانوم، من در رفتم و قایم شدم، ترسیدم بزنه کاری دستم بده. محلقا و منیژه و ملیحه بی اراده از اتاق آمدن روی ایوون. آمنه پنجره رو بست و به اونها پیوست. هر 4 نفر چند لحظه همدیگر رو نگاه کردن. سوتهای نازک و بریده دیگ زودپز که از آشپزخونه می اومد تنها صدایی بود که از خونه شنیده می شد. خونه های اطراف و درختا ساکت و در خود فرو رفته بودن. گویی همه دنیا مواظب اونا بود. دخترها با احتیاط در حالی که روی انگشتان پا حرکت می کردن جلو اتاق سرهنگ رفتن. سرهنگ قلم و کاغذ رو کنار گذاشته روی صندلی به خواب رفته بود. ملیحه گفت بهتره بریم چایخونه تا بیدار نشده یه قهوه بخوریم. ملیحه و محلقا و منیژه پاورچین رفتن تو چایخونه و آمنه هم پشت سرشون. آمنه شله اجاق بالا کشید و کتری رو گذاشت روی سپایه. دختران نشستن و جلو دریچه گوش کردن. صدای خرت و خورت خفه‌ای از توی تاریکی شنیده میشد.
انگار که یه پرنده ناشناسی اومده بود سیم آنتن همسایه رو باز میکرد. محلقا پرسید چه خبره؟ آمنه گفت پدر سوخته بازم پیدا شد. خم شد، از توی ظرف آشغال یه مش استخون برداشت و با عجله دوید توی ایوون. پیش از اینکه مهمونا سر برسن 3 دختر با عجله رفتن سلمونی و برگشتن. آمنه و آشپز مریض خونه میز غذا رو در اتاق مهمانخانه چیده بودن. غذاهای سرد و بطری‌ها از دم غروب روی میز آماده بودن. سرهنگ لباس سرمه‌ای اتو کشیده به تن داشت و توی راهرو قدم میزد. به ظاهر نقش سرپرستی رو داشت که سخت مراقب اوضاع احوال خونه است. هر چند دقیقه یه بار به اتاق مهمون خونه میرفت و تگیلاسی می میخورد و بیرون میومد. محلقا و ملیحه طبقه پایین با تلفن مشغول بودن. منیشم در اتاق خواب لباساشو عوض میکرد. چراغ‌های بیرون که روشن شد هر 3 دختر اومدن تو اتاق مهمونخونه و صندلی‌ها رو جابجا کردن و برای رقص جا باز کردن. بعدم صفحه گردون رو گذاشتن روی سکوی کوچیک جلو پنجره که سرهنگ با گیلاس مشروب اومد و به کنار در تکیه داد. دخترها برگشتن و نگاش کردن. سرهنگ لبخند زد و گفت به سلامتی 3 خانم خوشگل. گیلاس هم توی گلوش خالی کرد. منیژه خندید و گفت به سلامتی 3 خانم خوشگل؟ حرفای تازه میشنویم. سرهنگ گفت اصطلاح باشگاهه، تا حالا نشنیدین؟ محلقا گفت کدوم باشگاه؟ سرهنگ گفت باشگاه افسران. صحبت 10-20 سال پیشه که افسرا عرضه‌ای داشتن و خانمای تازه کشف حجاب کرده مثل حالا پررو نبودن و وقتی افسری رو میدیدن از شرم و حیا سرخ میشدن و دست و پاشونو گم میکردن. ملیحه گفت میخوای بابا ما هم همین کارو بکنی؟ سرهنگ گفت به چه دردم میخوره بابا جون؟ اگه جوون بودم باز یه چیزی، اما حالا دیگه کار از کار گذشته. یه سرهنگ پیر و بازنشسته امروزا به چه دردی میخوره؟ تنها وسیله تسلی و دلگرمیش بطری مشروبه. محلقا گفت وسیله تسلی واسه چی؟ سرهنگ گفت واسه روزای بازنشستگی، یعنی واسه سکرات موت. روی صندلی نشست و ادامه داد حالا فکر میکنم مقدونی و جوجه کشی عجب سرگرمی خوبی بودن. راستی از این بهونه ها نباشه چیکار میشه کرد؟ چجوری میشه زندگی کرد؟ یه وقتی بود قدم تو میدون سربازخونه که میذاشتم شیپور پادگان نعره میکشید. همه سر جا ساکت و خشک میشدن. چی بود؟ چه خبر بود؟ جناب سرهنگ وارد شده بودن. ایست! خبردار! من داد میزدم آزاد! اون وقت همه عقب میرفتن و با احترام دور میشدن. اما حالا این کلفتمونم واسه من تره خورد نمیکنه. ملیحه گفت بابا مثل اینکه زیاد خوردی یا؟ نه بابا جون، کاش میتونستم زیاد بخورم و همه چیزو فراموش کنم، اما فکر و خیال امونم نمیده. محلقا گفت حالا فکر و خیالو ولش کن پدر، امشب مهمون داریم، میخوایم خوش باشیم، با عیش و عشرت موافق نیستین؟ سرهنگ گفت چرا اتفاقا پیشنهاد خود من بود مگه نبود؟ دخترها همدیگر نگاه کردن. یه دفعه صدای زنگ در بلند شد. ملیحه و محلقا با عجله دویدن تو راهرو. منیژه هم میخواست بره که سرهنگ بازوشو گرفت. منیژه گفت خب؟ سرهنگ گفت میخوام یه چیزی بهت بگم. چی میخوای بگی؟ فکر میکنم همین نزدیکی‌ها اتفاقی میفته. منیژه گفت اتفاق؟ چه اتفاقی؟ نمیدونم، ولی ازت خواهش میکنم اینو به کسی بروز ندی. منیژه گفت از کجا فهمیدی؟ سرهنگ گفت اونجا رو نگاه کن.
با اشاره انگشت تاریکی رو نشون داد. منیژه گفت خب مگه اونجا خبریه؟ سرهنگ به خیال گفت نمیدونم. منیژه گیلاس مشروب از دست سرهنگ گرفت و گفت بهتره دیگه نخوری و رفت بیرون. سر و صدا و خنده جوونا منیژه رو از کرختی و بیحالی بیرون آورد. ملیحه با اصرار گیلاسی مشروب بهش قرونده بود. پسر و دختر بی‌اعتنا به سایه سنگین و غریبه سرهنگ که هر چند لحظه یک بار سر میز میرفت و گیلاسی پر میکرد مشغول رقص بودن. در تمام مدت شب محلقه و مرد جوان از کنار هم دور نشدند. ملیحه هم جز با دکتر با مرد دیگه‌ای نرقصید. دخترای دیگه چاق و لاغر با لباس‌ها و خنده‌های رنگ و رنگ مدام میچرخیدند و مردا هیچ کدوم قیافه جدی نداشتن. همه تصمیم داشتن که از زندگی بیرون صحبتی نشه، جز یکی دو بار که یه دختر چاق و چله یه حرفای خنده‌داری زد و همه رو یاد بیمارستان و محیط کار و بیرون انداخت. سرهنگ بی سر و صدا وسط مجلس راه میرفت و از گوشه روشنی در میومد و در گوشه تاریکی فرو میرفت. مدام در جستجوی آشناهای تازه بود. هر وقتم که گیلاسشو خالی میدید با عجله لبخند زنان جمعیت رو کنار میزد و عذر میخواست و خودشو به کنار میز میکشید. ساعتی از شب گذشته بود که محلقه و مرد جوان از اتاق بیرون رفتن و روی پله‌های راهرو نشستن. محلقه خسته و مجذوب سر به شونه مرد جوان گذاشت و گفت شب خوبیه نه؟ مرد جوان گفت البته که خوبه. اما من دلم میخواست که یه گوشه دنجی بودیم. از این همه شلوغی خوشم نمیاد. مرد جوان گفت چه اشکالی داره؟ کسی که کاری به کار ما نداره. آره اما اگه تنها بودیم خیلی بیشتر خوش میگذشت. مرد جوان گفت معلومه، ولی به اینشم باز قانع بود. محلقه گفت چرا؟ مرد جوان گفت واسه من اشکالی نداره، ولی تو پدرت اومده و گرفتاری، همیشه باید خونه باشی. پدرم کاری به کار ما نداره. آره خیلی آقاست، مرد فوق‌العاده خوبیه، من خیلی ازش خوشم میاد. راستی؟ آره والا. من چی؟ اما خوشت نمیاد؟ و خودشو بر مرد جوون لوس کرد. مرد جوون بغلش کرد و گفت تو که جای خود داری. محلقه خندید. مرد جوون خم شد تا ببوستش که سایه سرهنگ روی سرشون پهن شد. هر دو دست باچه بلند شدن. سرهنگ گیلاسی به دست داشت و دست دیگرشو جلو چشماش سایبون کرده بود. مرد جوان گفت مست کرده؟ محلقه گفت نمیدونم. پس چرا اینجوری میکنه؟ محلقه گفت ما را نگاه نمیکنه، یه جای دیگر رو نگاه میکنه. سرهنگ که به پایین پله ها خیره شده بود گفت همین حالا پیداش میشه، یه دقیقه صبر کنی. مرد جوان بلند شد، بازوی سرهنگ رو گرفت و گفت جناب سرهنگ حالتون خوش نیست؟ سرهنگ با صدای بلند داد زد اونهاش نگاه کنین. گیلاسشو انداخت روی پله ها. مهمون ها با عجله ریختن توی راهرو و زل زدن به پایین پله ها و جلو در آشپزخونه که آمنه بیرون اومده بود و به دیوار کنار دستشویی تکیه کرده بود. ملیحه و دکتر سرهنگ رو بردن توی اتاق عقبی. محلقه پله ها رو رفت پایین. آمنه رنگ پریده پشت به دیوار داده بود و دیس بزرگی و بغل گرفته بود. سیبای سرخ و درشت توی دیس شعله کشیده و میسوختند. در فاصله شلوغی ها منیژه با مرد چشمابی که همراه دکتر اومده بود چند دوری رقصید. مرد چشمابی فهمیده بود که منیژه در رقص دست چندانی نداره.
ولی به رو خودش نمی آورد و هر وقت که صفحه تازه‌ای می‌گذاشتن با عجله خودشو به منیژه می‌رسوند و تقاضای رقص می‌کرد. هر صفحه چندین بار روی صفحه گردان چرخیده بود و جوانها چنان عجله‌ای برای رقص داشتن که گویی کار بسیار مهمی در پیش دارن. شلوغی که بیشتر شد، ملیحه و دکتر و یکی از دخترها با هم رفتن بیرون تا توی کوچه باغ‌ها گردشی بکنن. هوای بیرون خنک بود و از تمام سر و صداهای خانه تنها صدای موزیک خفه‌ای از پشت پنجره‌های پرده به گوش می‌رسید. خانه‌های دیگر ساکت بودن و گاهگداری پشت یکی از پنجره‌ها چراغ‌خواب سرخ رنگی از حاشیه پرده‌ها به چشم می‌خورد. سوار ماشین دکتر شدن و از میدانچه جلوی خونه و کوچه خاکی شیبداری که دیوارهای گلی با خاربوته‌های فراوان و درهای چوبی شکسته و آویزان داشت گذشتند. دیوارها با سرعت از سر راه اونها می‌گریختن و براشون راه باز می‌کردن. ملیحه پرسید: حالا کجا بریم؟ دکتر گفت: هر جا که پیش اومد. دختری که همراهشون بود گفت: بریم چمن پشت مریض خونه. ملیحه گفت: نه، اونجا میبیننمون. دختر پرستار گفت: این وقت شب کی ما رو میبینه؟ ملیحه گفت: خب دیگه، یه وقت یکی از پرستارا یا مریضا بیخوابی به سرش میزنه و میاد دم پنجره. اون وقت ماشین دکتر رو میشناسن. دختر پرستار گفت: خیلی احتیاط میکنی ملیحه. دکتر گفت: احتیاط نیست، آخرش ما باید توی این محیط زندگی بکنیم یا نه؟ دختر پرستار گفت: پس کجا بریم؟ دکتر گفت: خیلی خوب، میریم بیرون شهر. دیگر کسی چیزی نگفت. ماشین با سرعت از چند خیابون گذشت و اونها به حاشیه چمن پشت بیمارستان رسیدن. هر سه برگشتن و پنجره‌های گرد و خاک گرفته و چراغ‌های کم نور پشت پرده‌های توری رو که به زحمت سوسو می‌زدن نگاه کردند. صدای خرد خورتی از توی باغ بیمارستان بلند بود. به نظر می‌رسید که تیراهن پوسیده‌ای رو سوهان می‌زنن. بیرون شهر آرامش بیشتری بود. سایه‌ها درشتر و درخت‌ها دست و پا جمع کرده، تپه‌ها جدا از هم حالت لختی داشتند. سوار ماشین از کنار این درخت به کنار درخت دیگری می‌رفتن و هیچ کدوم حرفی برای گفتن نداشتن. آخر سر دکتر گفت: چرا چیزی نمیگی ملیحه؟ حوصله ندارم. مگه طوری شده؟ نه، طوری نشده. دختر پرستار گفت: نکنه من مزاحمتون هستم؟ ملیحه گفت: چرت و پرت نگو. دختر پرستار گفت: پس چته؟ چرا اخماتو کردی تو هم؟ دکترم گفت: راست میگه، خیلی تو همی. خبری شده؟ دختر پرستار گفت: لابد فکر پدرشو میکنه که چرا اینجوری شده. دکتر گفت: ممکنه، ولی یه فکر اساسی باید واسه پدرش کرد. ملیحه موهای پیشونیشو کنار زد و بی‌حوصله گفت: فکر اساسی خوبه. دکتر ترمز کرد و گفت: حالا چیکار کنیم؟ بیاین پایین کمی قدم بزنیم. ملیحه گفت: من اینجا میشینم، شما دوتا بریم. دکتر گفت: پس واسه چی اومدیم؟ ملیحه گفت: حالا با من چی کار داریم؟ خودتون بریم بگردین. دکتر گفت: خیلی خوب، حالا خودشو گرفته و نمیشه کاریش کرد. دختر پرستار به دکتر گفت: بریم پایین؟ دکتر گفت: آره، بهتره پیاده شیم و هوایی بخوریم. دکتر و دختر پرستار از ماشین پیاده شدن. ملیحه اونها رو نگاه کرد و زیر لب گفت: بریم دورتر، زیر اون درختا واسه بوس و کنار گوشه دنجیه. دکتر و دختر پرستار دست همدیگر رو گرفتن و دور شدن. نور محو و ناآشنایی بیابون رو پر کرده بود و اونا هرچه دورتر می رفتن فاصلهشون کمتر می شد.
کنار درخت بزرگی که رسیدن برگشتن و نگاه کردن، بعدش هم پشت درخت قایم شدن. در همین اثنا باد گرم نیمه شبی در حالی که بیابون رو میروف پیش اومد و تلی از تیغ‌های وحشی رو جلو ماشین توده کرد. چند لحظه گذشت و از پشت تل تیغ‌ها مرد بلندقد و ژنده‌پوشی پیدا شد و با احتیاط اومد طرف ماشین. ملیحه شیشه رو بالا کشید و در ماشینم قفل کرد. مرد ژنده‌پوش صورتشو به شیشه ماشین چسبوند و به تماشای ملیحه ایستاد. ملیحه وحشت زده گفت: خدایا، این غول بیابونی از کجا پیدا شد؟ غول بیابونی خنده دیگه کرد و دندونای سفید و درشتشو نشون ملیحه داد. محلقا به مرد چشمابی گفت: اون تقصیر نداره، بی‌اعتنایی هم نمیخواد بکنه. هیچکی به اندازه اون تو این جمع بدبخت نیست. چی کار کنه؟ با 1000 امید و آرزو شوهر کرده. زن یه سرهنگ پیر و بازنشسته شده. زن پدر من. پدر من آدم بدی نیست، ولی خب به هر حال عمری ازش گذشته. من و ملیحه بچه‌هاشیم دیگه. حالا روزای عجیبی رو میگذرونه. همش میخارگی، همش خیالات. اون از دیدن من و ملیحه دست پاچه میشه. به نظر من و ملیحه مثل این که یه چیزی میترسه. گاهی وقتا هم کارایی میکنه که از یه آدم سالم بعیده. بعضی وقتا اینجوری میشه به ناچار افتاده به مشروب خوری که مثلا دیگه ترسش بریزه. حداقل پدر من این خوشبختی رو داره که میتونه به مشروب پناه ببره. اما همه که اینجوری نیستن. تو بیمارستان ما یکی بود که هیچی نمیتونست بخوره. نه غذا، نه آب، سرطان گلو داشت. همیشه خدا میترسید. میشست رو تخت و با اندام لاغر و صورت چروکیده همش بیدار بود. چشماش هر روز از روز پیش درشتر میشد و طوری نگاه میکرد که انگار یه چیز ترسناکی داره بهش نزدیک میشه. اون چیز اونقدر نزدیک شد که ذره ترکش کرد. همینطور ساده رو تخت خواب خشک شد. نه دست و پا زد، نه خرخری را انداخت. یه دفعه مثل این که چشمشو کشیدن تو. اون وقت دیگه ترسش ریخت و آروم شد. اما پدر من مرد عاقل و خوشقلبیه. میدونه که دوران پیریش رسیده. اما دلش میخواد که دیگرون بگن و بخندن. با همه اینا حسودی زنش هم داره. خب دیگه خاصیت مردیه. غیرت پدرم حسابی دست و بال منیژه رو بسته. اینه که میگم منیژه آدم بدبختیه. با چه چیزایی خودشو مشغول میکنه. بی خودی هول میکنه. حال حوصله هیچی رو نداره. نمیتونه با کسی بجوشه، بگه، بخنده. ملیحه اینا رو به دکتر گفته. دکترم گفته که ممکنه همه اینا علت روانی داشته باشه. من که نمیدونم. مرد چشمابی اشکاشو پاک کرد و گفت: حالا میگی چیکار کنم؟ محلقا گفت: تو هیچ کاریش نکن. بذار اون هر کار که دلش میخواد بکنه. تو فقط از بی‌اعتناییش دلخور نباش. مرد چشمابی گفت: به نظر تو نمیشه کاری کرد که یکم از این حال بیاد بیرون؟ چه کاری مثلا؟ کاری که از این وضع بیارتش بیرون، حالشو بهتر کنه، خوشحالش بکنه. محلقا گفت: هیچ کاریش نمیشه کرد. تو هم مبادا یه دفعه چیزی بهش بگی و خودتو سبک کنی. اون از آدمای مضحک بدش میاد. مرد جوان که آبی به صورت زده و موهاشو شونه کرده بود اومد و به آن دو پیوست. دیگران توی سر و صدا و موزیک و شلوغی میلولیدن. مرد جوان گفت: یه مشت آب چه معجزه‌ای میکنه، آدمو نجات میده. مرد چشمابی آهسته گفت: داره میاد. هر سه برگشتن و منیژه رو دیدن که با سر و موی آشفته و صورت نگران اومد طرف اونها و گفت: محلقا جونم، 2 ساعته که دارم دنبالت میگردم. قربونت برم، یه قرص سردرد بده من، یه کاری بکن، سرم داره میترکه.
سپیده زده بود، ولی هنوز صفحه کهنه‌ای روی صفحه گردان میچرخید و مینالید و خونه از آواز خسته کننده‌ای پر میشد. مهمونها رفته بودن، ملیحه و دکتر و دختر پرستارم هنوز برنگشته بودن. محلقا و منیشه و مرد جوون و مرد چشمابی در اتاق پشت ایوون نشسته بودن و منیژه برای اینکه چشمای سرخ و پف کرده‌اش دیده نشه عینک سیاهی به چشم زده بود. خور و پف سرهنگ از توی چایخونه بلند بود که تاق‌باز افتاده پاهای بزرگ و کبودشو به در نیمه باز تکیه داده بود. با هر تیک تاک ساعت دیواری چایخونه دست راست سرهنگ بی اراده تکون میخورد. صدای کلید در خانه که شنیده شد، محلقا با عجله بلند شد و رفت توی راهرو. آمنه با دختر خونده‌اش برای تمیز کردن خونه اومده بودن. همه جا در هم ریخته و شلوغ بود. گل‌های له شده، گیلاسای خالی که اینور و اونور رو تاقچه‌ها و نرده‌ها و گوشه کنار میزها بیخیال رها شده بودن و پوست میوه و دستمالای کاغذی مچاله شده، استخونای جویده شده، همه اینا روی پله‌ها و کف اتاقا رو پوشونده بودن. محلقا به آمنه گفت: آمنه جان، میبینی چه خبره؟ شلوغی اینجوری خفم میکنه. قربون شکل ماهت یه کاری کن هر چه زودتر خونه تمیز بشه، طوری که بشه پله ها پایین رفت و بالا اومد. آمنه گفت: اگه جناب سرهنگ کاری با هم نداشته باشن. محلقا گفت: این چه حرفیه آمنه؟ پدرم کاری با تو نداره. دیشب بیخوری وحشتش گرفته بود. دکتر گفته که یه نسخه براش مینویسه که حالش خوب بشه. آمنه گفت: ایشالله که خوب بشن. مرد جوان اومد سراغ محلقا و گفت: سیگار این طرفا پیدا نمیشه؟ رو میز کناری هستش. رفت تو اتاق پذیرایی. مرد جوانم دنبالش. هر کدوم سیگاری آتش زدن و نشستن کنار پنجره. حاشیه زردی از آفتاب افتاده بود روی درختا. مرد جوان در حالی که دستشو روی ساق پای محلقا میکشید خم شد و لباشو بوسید. محلقا گفت: مواظب باش، آمنه تنها نیست، دختر خونده‌شم اومده. مرد جوان خودشو عقب کشید، اما دستش همچنان روی ساق محلقا بود. محلقا گفت: اونا هنوز اونجا؟ مرد جوان گفت: آره دیگه، لابد. محلقا گفت: بیا یواشکی بریم ببینیم چی کار میکنن. مرد جوان گفت: نه، خوب نیست. محلقا گفت: خوب نیست چیه؟ من میخوام ببینم. هر دو بلند شدن و اومدن توی راهرو و وارد پستوی کنار چایخونه شدن که دریچه کوچیکی به اتاق پشت ایوون داشت. محلقا پرده توری کوچیک دریچه رو کنار زد. هر دو سرک کشیدن و به داخل اتاق خیره شدن. منیژه مثل سابق روی صندلی نشسته بود و هنوزم عینک به چشم داشت. مرد چشمابی بلند شده و ایستاده بود کنار گلدون خرزهره و در حالی که با برگ پژمرده‌ای بازی میکرد نگاهش به منیژه بود. محلقا گفت: میدونی یارو تو چه فکر و خیالیه؟ مرد جوان گفت: نه، نمیدونم. محلقا گفت: فکر میکنه منیژه خوابه. مرد جوان گفت: از کجا معلوم که خواب نیستش؟ معلومه که خواب نیست. انگشتای دستشو نگاه کن، داره دسته صندلی رو میخارونه. مرد جوان گفت: اما من فکر میکنم اونم فهمیده که خواب نیست. لابد اونم مثل من و تو انگشتای منیژه رو میبینه. محلقا پرسید: و چرا ساکت وایساده؟ دل و جرأت نداره. میدونی آدم بیچاره‌ایه. منیژه تکون خورد و عینکشو برداشت و چشماشو مالید. مرد چشمابی هم با احتیاط لبخند زد و برگ خرزره رو توی مشتش مچاله کرد. منیژه جمع و جورتر نشست. مرد چشمابی گفت: امشب تنها شبی بود که من بیداری کشیدم. منیژه گفت: چرا؟ مرد چشمابی گفت:
خودم هم تعجب میکنم. راستش نمیدونم چجوری تاب آوردم. هیچ تحمل بیخوابی رو ندارم. منیژه گفت لابد خوابتون نبرده. نه، اتفاقا خوابم هم میبرد. اما فکر کردم حیف نیست یه همچی شبی رو تلف کنم. منیژه گفت چطور مگه؟ مرد چشمابی گفت بهترین ساعت عمر من همین امشب بود. چرا؟ چطور شده بود مگه؟ مرد چشمابی دست و پا گم کرده گفت یه جوری دیگه بودم، حالا عوض شدم یه آدم دیگه. تاثیر مشروب بوده؟ نه، اتفاقا من خیلی کم مشروب میخورم. اگه مشروب خورده بودم که الان افتاده بودم. منیژه گفت این که دلیل نشد. هر کی مشروب بخوره که نمیافته. منیژه سردش شد و خودشو جمع و جور کرد. مرد چشمابی با عجله بارونیش رو دوشش برداشت و گفت اجازه بدین اینو رو پاهاتون پهن کنم. منیژه گفت نه، من خیلی بدم میاد که لباس یکی دیگه به تنم بخوره. خیلی بدم میاد. اونجوری سردم نیست که بخوام گرم شم. مرد چشمابی گفت آها، میفهمم چجوریه. مثل سردی ترس و وحشته، نه؟ سردی ترس و وحشت؟ اون دیگه چیه؟ مرد چشمابی گفت منم همین جوری شنیدم. منیژه گفت همین جوری که نمیشه. یه چیزی شنیدین و همین جوری دارین میگین؟ نه، همین جوری نمیگم. میدونین شما صحبت نمی کنی، من مجبور میشم هی حرف بزنم. منیژه گفت خوبه. مرد چشمابی گفت حرف نزنم پس چی کار کنم؟ نمیتونین ساکت باشین؟ مرد چشمابی شاخه خرزره رو گرفت و کشید و گفت در مقابل همه نه. پیش شما یکی بیقرارم، یه حال دیگه ای دارم. منیژه در حالی که عینکش رو دوباره به چشم زد گفت چشم بنده روشن، چه حرفایی میشنوم؟ مرد چشمابی دست پاچه شد و گفت مسخرم نکنین، منظور من یه چیز دیگه است. من زبونم بم میاد، نمیتونم منظورم رو واضح بگم. میدونین من یه آدم غریبی هستم. شما منو با دیگران مقایسه نکنین. محلقا آهسته زد به بازوی مرد جوان و گفت دلم براش سوخت، چقدر بیچاره است. مرد جوان لبخند زد و دستش انداخت دور گردن محلقا و هر دو دوباره توی اتاق خیره شدن. منیژه در حالی که به پاهای خودش نگاه میکرد گفت چرا نمیتونین اونجوری که میخواین حرف بزنین؟ چرا زبونتون بم میاد؟ مرد چشمابی گفت علتشو خودتون بهتر از من میدونی. من از کجا میدونم؟ مرد چشمابی گفت شما حتما میدونید. مگه زن نیستین؟ شما با یه حرکت، با یه نگاه، با یه توجه، اصلا حضورتون کافیه که... منیژه گفت خواهش میکنم، من عادت به شنیدن این حرفا ندارم. مرد چشمابی گفت فکر میکنین که من مثلا دارم اظهار عشق میکنم؟ اصلا همچون چیزی در میان نیست. محلقا و مرد جوان یه دفعه به خنده افتادن، ولی زود جلو خنده‌شون رو گرفتن. منیژه بلند شد در حالی که اطراف رو نگاه میکرد و وحشت‌زده گفت این کی بود؟ صدای گریه از کجا بود؟ خواست جلو بره که تلو تلو خورد و مرد چشمابی دوید و اونو گرفت. در حالی که تونتون نفس میزد گفت نه ترس عزیزم، اینجا غیر از من و تو هیچکی نیست. هیچکی هم گریه نکرد. ساعت کهنه آشپزخونه با صدای بلند زنگ زد. محلقا و مرد جوان برگشتن. آفتاب از پنجره کوچک پستو روی رخت خوابها افتاده بود. آرامش در حضور دیگران، اثر غلامحسین ساعدی، تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت سوم. محلقا ملیحه رو توی بیمارستان پیدا کرد که با چشمان خسته و پف کرده
نشسته بود توی اتاق انباری و کارتکس را با مداد پاک کن تمیز می‌کرد و دستورات دارویی روز قبل رو می‌نوشت. دکتر هنوز نیامده بود و دختر پرستار دیشبی خوشحال و سرزنده تر از همیشه بود. با عجله میرفت و میومد و به همه جا سر میزد. ملیحه تا محلقا رو دید چشماش پر از اشک شد. محلقا گفت خبری شده؟ نه، خستم. محلقا گفت به مدیر تلفن کن و بذار برو خونه. حوصله ندارم. چرا؟ چی شده؟ ملیحه گفت هیچی. نمیدونم آخرش چی بشه. آخر چی؟ آخر همه چی. آخر پدر، آخر تو، آخر خودم. محلقا گفت چطور شد که یه دفعه یاد آخر عاقبت هممون افتادی؟ دیشب که شب خوبی بود مگه نه؟ نمیدونم. هیچی نمیدونم. محلقا گفت به خدا یه خبری شده. چرا نمیخوای به من بگی؟ بازم خودشو برات گرفت؟ حرفشو نزن. دیگه حاضر نیستم حرفشو بشنوم. چرا آخه؟ مگه چیزی گفته؟ چرا حرف نمیزنی؟ حرفی نیست که بزنم. تمام شب بیابونا رو گشتیم و یک کلمه با من حرف نزد و یه نگاهم به هم نکرد. شاید روش نمیشد پیش اون باهات حرف بزنه. ملیحه گفت پچه رو روش شد که پیش من دست اونو بگیره و ببرش اونور درختا. محلقا گفت راست میگی؟ ملیحه گفت تازه اینا اهمیت نداره. خداحافظی نکرده راهشو کشید و رفت. چرا باید این کارو بکنه؟ خداحافظی نکرده رفت؟ آره. اینم داد دست من. عجیبه رو پوشش کاغذ مچاله شده‌ای رو در آورد و داد به محلقا. محلقا کاغذ رو باز کرد. عکس یک گل و یه ساعت روی کاغذ کشیده بودند و در حاشیه کاغذ نوشته بودند ساق سپید تو و خمیازه های من. ملیحه گفت معنی این حرفا رو میفهمی؟ محلقا گفت اشکم بابا مزخرفه. کاغذ رو مچاله کرد و انداخت زیر میز. نزدیکی های ظهر منیژه و آمنه و دخترخوانده آمنه به زحمت سرهنگ رو از توی چایخانه آوردن بیرون. تمام مدتی که سرهنگ را کج و راست کنان از توی چایخانه به راهرو و از راهرو به اتاق پذیرایی و از اتاق پذیرایی به اتاق جلوی ایوان می بردن، سرهنگ همچنان خواب بود و اگر خور و پف‌های بلند و کوتاهش نبود معلوم نمی شد که اون 3 نفر آدم زنده‌ای رو به این ور اون ور می کشن. پاهای بزرگ سرهنگ کبود و بزرگ شده بود. وقتی که تو رخت خواب خوابوندنش دخترخوانده آمنه ساعت کهنه آشپزخونه رو آورد و روی نرده ایوان گذاشت. اتاق را آفتاب گرفته بود و پنجره ها رو بسته بودن تا باد موزی مرد خسته را اذیت نکنه. منیژه همونطور سرگرم تماشای سرهنگ بود که صدای زنگ تلفن بلند شد. با عجله رفت توی راهرو و گوشی رو برداشت. صدای دکتر از آنور تلفن شنیده شد. الو؟ سلام عرض میکنم خانم. امیدوارم که مهمونای دیشبی زیاد ناراحتتون نکرده باشن. منیژه گفت اختیار دارین آقا، خواهش میکنم. دکتر گفت ملیحه و محلقا خانم رفتن مریض خونه و شما لابد تنها هستین و حوصلتون سر رفته. بله؟ نه خیر، مشغول پرستاری سرهنگ هستم. مگه خدای نکرده حالشون خوش نیست؟ نه خیر، به خواب سنگینی رفته و دست و پاش بازم سیاه شده. چی؟ جدی میگین؟ منیژه گفت بله، فکر میکنم که کسالتشون عمیق‌تر از دفعه‌های پیش باشه. پس من همین الان خدمت میرسم. آخه اسباب زحمت میشه، شما حالا سر کاری. دکتر گفت ابداً، هیچ زحمت نیست، سر کار نیستم، فوری خدمت میرسم، سایتون کم نشه.
و قبل از اینکه منیژه جواب خداحافظی رو بده تلفن قطع شد و گوشی همونطور دست منیژه بود که آمنه اومد تو و گفت شیر میخورین خانوم؟ منیژه گوشی رو گذاشت رو تلفن و گفت حالا چه وقت شیر خوردنه؟ آمنه گفت آخه صبح هیچ که صبحانه نخورده و شیرم همینجور دست نخورده مونده. حالا چیکارش کنم؟ من چه میدونم چیکارش کنی؟ آمنه گفت نگه دارم واسه جناب سرهنگ، به نظر شما خوب نی؟ منیژه بی‌حوصله گفت نمیدونم والا، هر کاری میخوای بکنی بکن. صدای زنگ در بلند شد. آمنه رفت بیرون و منیژه دستی به موهاش کشید و از در دیگر رفت روی سرسرا. دکتر با مرد چشمابی روی پله ها ایستاده بودن. دکتر گفت خیلی عذر میخوام خانم، به هر حال وظیفه طبابت مجبورم کرد که مزاحمتون بشم. منیژه گفت خواهش میکنم، اختیار دارین. اول منیژه و بعد دکتر و بعد مرد چشمابی رفتن توی اتاق پذیرایی. دکتر و منیژه از پنجره باز رفتن روی ایوان و داخل اتاق سرهنگ شدن. پاهای بزرگ سرهنگ از لبه تخت پایین افتاده بود و صدای خرخر ناراحت کننده‌ای از زیر پتو شنیده میشد. منیژه گفت همیشه اینجوری میخوابه. دکتر جلو رفت و پتو را از صورت سرهنگ کنار زد و چشمای سرهنگ رو نگاه کرد. کیفش رو روی سکوی جلو پنجره باز کرد و مقداری لوازم طبی و کاغذ و مداد بیرون ریخت. بعد رو کرد به منیژه و گفت ممکن ازتون خواهش کنم که بیرون تشریف داشته باشین؟ منیژه در رو باز کرد و رفت توی اتاق پذیرایی. مرد چشمابی دست به سینه کنار در ایستاده بود و گلبته‌های قالی رو تماشا میکرد. منیژه خواست از اتاق بره بیرون که مرد چشمابی گفت علت مزاحمت بندم اینه که میخوام بدونم چه گناهی مرتکب شدم. منیژه گفت از چی حرف میزنی؟ خودتون میدونین از چی حرف میزنم. منیژه گفت من اصلا نمیفهمم شما چی میخواین بگین. مرد چشمابی گفت فقط بفرمایین گناه بنده چی بوده؟ دست از سرم وردارین آقا، بیکارین؟ مرد چشمابی گفت یه چیز میخوام بهتون بگم. من حتی اسم شما رم نمیدونم، اما میخوام بگم دیدار شما و وجود شما باعث شده که اعصاب من به کلی خراب شه. من دیگه خرد شدم، عاجز شدم. مرگ و ناکامی میدونین معنی واضحی ندارن، اما وقتی آدم گرفتار میشه اون وقت چیکار کنه؟ خودتونو بذارین جای من، چیکار میکنین؟ چیکار میتونین بکنین؟ گلوله، سیانور یا یه وسیله دیگه؟ این حرفا که میزنم جنبه شوخی نداره، من خیلی جدی هستم. منیژه گفت واضح‌تر حرف بزنین. چی میخواین؟ مرد چشمابی با تغییر لحن گفت من شما رو میپرستم. منیژه گفت بی خود این کارو میکنین، دیگه حق ندارین پا تو این خونه بذارین. مرد چشمابی جلو دوید و زانو زد و پاهای منیژه رو بغل کرد و گفت چرا حق ندارم؟ چرا حق ندارم؟ من که تو رو دوست دارم، من که تو رو میپرستم. دست منیژه رو گرفت و تون تون شروع کرد به بوسیدن. دکتر که از پشت شیشه مواظب اونها بود در رو باز کرد و اومد تو. منیژه خودش رو کنار کشید. دکترم با لحن نیشداری گفت خیلی معذرت میخوام. دوباره رفت روی ایوون. ملیحه و محلقه و منیژه نشسته بودن روی ایوون و چای میخوردن. آفتاب بعد از ظهری گرمشون کرده بود و آنها بچه‌هایی رو که توی باغ برگ‌های ریخته رو جمع می‌کردن تماشا می‌کردن. 2 روز بود که کسی سراغ اونها نیامده بود، آنها هم سراغ کسی نرفته بودن. در همین هنگام سرهنگ چشمهایش را باز کرد و مدتی مبهوت دور و برش رو نگاه کرد. بعد آهسته از توی رخت خواب بیرون اومد و دمپایی‌هاش رو پوشید. میخواست روی ایوون بره که دخترها متوجهش شدن. ملیحه با خوشحالی دوید توی اتاق و رفت زیر بغل پدر و با احتیاط او رو کشید روی ایوون و با قیافه که گویی سرهنگ رو از مرگ حتمی نجات داده به محلقه و منیژه گفت نگاه کنید پا شده و راه افتاده.
محلقه و منیژه نیمکت ننویی رو بردن طرف اتاق سرهنگ و سرهنگ خودشو انداخت روی نیمکت. زنجیرهای نیمکت تکان سختی خوردند و لرزیدند. محلقه گفت حالتون خوبه پاپا؟ سرهنگ گفت معلومه، میخواستین خوب نباشه؟ ملیحه گفت اگه یه مدت مشروب نخورین وضعتون بهتر میشه. سرهنگ گفت خب همه چی بسته به اراده است. ملیحه گفت امروز فردارم استراحت بکنین، انشالله از پس فردا میبرمتون بیرون. سرهنگ گفت خواهش میکنم این لطفو در حق من نکنین، بذارین سرم تو لاک خودم باشه. ملیحه محلقه رو نگاه کرد. محلقه گفت چایی میخورین براتون بیارم پاپا؟ سرهنگ گفت چایی بخورم؟ خیال کردین. محلقه منیژه رو نگاه کرد. منیژه گفت چه خبره سرهنگ؟ یه جور دیگه صحبت میکنی. سرهنگ گفت تو دیگه حرف نزن، خواهش میکنم یه مدت خفه خون بگیر. منیژه وحشت زده و ترسیده به ملیحه و بعد به محلقه نگاه کرد. ملیحه گفت چی شده بابا؟ طوری شده؟ محلقه گفت منیژه دختر خوبیه، اون بیشتر از همه قصه تو رو میخوره. سرهنگ جواب نداد. دخترها همدیگر رو نگاه کردن. سرهنگ با صدای آهسته گفت اینجوری همدیگر رو نگاه نکنین. اگه میخواین کاری بکنین که بسم الله. هر کاری میخواین بکنین زود دست به کار شین. میخواین بلایی سر من بیارین زودتر راحتم کنین. دخترها پریشون و آشفته همدیگر نگاه کردن. در همین اثنا چوب بلال کهنه‌ای به ایوون افتاد. منیژه و ملیحه بلند شدن و بیرون رو نگاه کردن و مرد چشمابی رو دیدن که با عجله از وسط درخت‌ها فرار میکرد. چند شبانه روز هیچ یک از اهل خانه پلک روی پلک نگذاشتن. حال سرهنگ خوش نبود. ترس و وحشت عجیبی همه رو گرفته بود. سرهنگ ملافه ها رو میپیچید و پاره میکرد و آینه ها رو روی ایوون میشکست. هرچه که دم دستش میرسید به در و دیوار میکوفت و نعره میکشید. محلقه و ملیحه هر ساعت اتاق خوابشون رو عوض میکردن و منیژه همراه یک پتو و یک ملافه هر لحظه از گوشه در میومد و به گوشه دیگر میرفت. آمنه هم برای اینکه گرفتار حمله سرهنگ نشه هوا تاریک نشده خونه رو ترک میکرد. شب که میرسید همهمه گیج کننده‌ای از بند خانه میجوشید و همه جا رو فرا میگرفت و صبح که آفتاب میزد خاموشی سردی از در و دیوار میبارید. سر و صدای بیرون شفافتر و روشنتر از همیشه از پنجره‌های نیمه باز به داخل میریخت. در همین هیس و بیس چلنگرهای دوره‌گردی که تازه وارد شهر شده بودند دور تا دور خونه بساط مفصلی پهن کردند. چلنگرها زنجیر می‌ساختن و زنجیرها رو توی غربال‌ها جمع می‌کردن و غربال‌ها رو زیر ایوون و اطراف خونه می‌چیدن و به همون اندازه که خنده چلنگرها و صدای زنجیرها ترس محلقه و منیژه و ملیحه رو کم میکرد، وحشت و بیخوابی و تحریکات سرهنگ رو بیشتر میکرد. از نیمه شب ملیحه و محلقه و منیژه لباس پوشیده منتظر بودن که مرد جوان بیاد و قبل از اینکه آفتاب بزنه سرهنگ رو به تیمارستان برسونن. سپیده که زد سرهنگ بیدار شد و سرش از زیر ملافه بیرون آورد و تمونده تاریکی شب را نگاه کرد. گفت حالا میان دستای منو میبندن. چلنگرها میان با زنجیر پاهای منو میبندن و اون وقت کاکاسیه ها میان و منو میبرن. دخترها بی توجه به حرفای سرهنگ روی ایوون نشسته بودن که زنگ در صدا کرد. محلقه با عجله رفت پایین. مرد جوان بارانی برتن با سر و صورتی پف کرده جلوی در ایستاده بود. محلقه گفت دیر کردی. خواب بودم، همین حالا بیدار شدم. بیا تو.
هر دو از پله‌ها رفتن بالا و آمنه که از دریچه کنار چایخونه اونها رو نگاه میکرد ناپدید شد. ملیحه و منیژه با اشاره سر به مرد جوان سلام کردند. بعد هر 4 نفر رفتن طرف اتاق سرهنگ. سرهنگ بلند شده در آستانه اتاق ایستاده بود. مرد جوان گفت: سلام عرض میکنم قربان. سرهنگ گفت: به این کارا احتیاج نیست. هر کار دلت میخواد بکن. من حاضرم، هر جام بگین باهاتون میام. و جلوتر از دیگران راه افتاد و در حالی که به نرده پله‌ها تکیه کرده بود پایین رفت. توی ماشین هیچ کس لب از لب باز نکرد. مرد جوان با سرعت از کوچه پس کوچه ها رد شد و از چند خیابون گذشت و از جلو مریضخونه پیچید و چمنزار پشت مریضخانه را پشت سر گذاشت. وارد خیابان خاکی شد. آن وقت به باغ تیمارستان رسیدن که درختان و دیوارهای پوشیده از کلاغ داشت. پیاده شدن و در زدن. سرهنگ گفت: شماها میتونین برگردین. دیگه کاری ندارین. چشمهای محلقا پر اشک شد و مرد جوان دست محلقا رو گرفت و فشار داد. در تیمارستان باز شد. باقی مانده شب در میان کاجهای باغ سایه‌های متلاشی و بهمنگیزی داشت. سرهنگ گفت: گوش کنین؟ میشنوین؟ دخترها همدیگر رو نگاه کردن و مرد جوان گفت: آره جناب سرهنگ، میشنویم. سرهنگ گفت: تو دیگه خفه شو، کسی چیزی از تو نپرسید. سرهنگ لحن محکم و نیشداری داشت. مرد جوان سرشو به زیر انداخت. صدای همهمه از توی باغ می اومد. سرهنگ با صدای بلند داد زد: سلام رفقا، بالاخره نجات پیدا کردم. کلاغام در جواب فریاد زدن: هورا هورا. چند روزی حال محلقا خوش نبود. مرد جوان عصرها می آمد و مدتی کنار تخت او می نشست و انگشتان بلند محلقا رو به دست می گرفت. اون وقت هر دو به فکر می رفتن. قیافه بیمار و مهتابی محلقا مرد جوان رو به عشق ملایمی گرفتار کرده بود. محلقا تب کرده افتاده بود و با لجاجت مطبوعی از خوردن همه نوع دوا خودداری میکرد. یه روز عصر که ملیحه و منیژه برای عیادت سرهنگ رفته بودن، مرد جوان اومد. خونه خلوت بود و آمنه شام را حاضر کرده و رفته بود. محلقا گفت: خب حالا میگی چی کار کنیم؟ مرد جوان گفت: من چیزی نمیگم. تو نمیگی؟ پس من چی کار کنم؟ مرد جوان گفت: یعنی؟ محلقا گفت: ببین دیگه از زندگی اینجوری خسته شدم. چرا نداره؟ شب بخور و بخواب، صبح پاشو برو سر کار، هی همینجوری تکرار بشه، فایدهش چیه؟ خب مگه دیگران چی کار میکنن؟ دیگران خیلی بهتر از ما زندگی میکنن، این همه هم گرفتاری ندارن. مرد جوان گفت: اگه ناراحتی و پدرتو میگی که دکترها میگن خوب شدنش حتمیه. تازه دیروز آب کمرشو گرفتن. چند روزی لازمه که بلند شه و راه بیفته. قصه پدر رو نمیخورم. تو بهتر میدونی چی میگم. ببین به خدا اگه بدونم. محلقا گفت: خب میخوام بدونم آخر عاقبت روابط من و تو چی میشه؟ از این همه دیدار و این همه تلفن خسته نشدی؟ من از دیدن تو هیچ وقت خسته نمیشم. پس چرا نمیخوای همیشه منو ببینی؟ مرد جوان متعجب گفت: نمیخوام؟ کی به تو گفته من نمیخوام؟ چند لحظه هم دیگر رو نگاه کردن. محلقا گفت: خب منم دلشوره همینو دارم دیگه. فهمیدم. حالا منظور تو خوب فهمیدم. حالا که فهمیدی چی کار میخوای بکنی؟ معلومه که چی کار میکنم. آرنجشو گذاشت روی بالش و خم شد طرف محلقا
که تکه‌ای آجر شیشه پنجره رو شکست و افتاد توی اتاق. هر دو هراسون بلند شدن. مرد جوان رفت جلو پنجره و مردی رو دید که داشت توی درختها گم می شد و پشت سرش چلنگرهای زنجیر به دست را که دنبالش می کردن. محلقا گفت کی بود؟ مرد جوان گفت نشناختمش، رفت توی درختا. محلقا لبخند زد. مرد جوان گفت کی بود؟ تو میشناسیش؟ نه، من از کجا میشناسمش؟ بعد دراز کشید. چند روز بعد مرد جوان و مرد چشمابی آمدن خانه آنها و زنگ زدن. آمنه در رو باز کرد. مرد جوان گفت محلقا خانم خونه است؟ آمنه گفت بله آقا. مرد جوان مرد چشمابی رو نگاه کرد و به آمنه گفت ملیحه خانم چی؟ آمنه گفت هر ستاشون خونه هستن. مرد جوان به مرد چشمابی گفت خب بریم بالا. مرد چشمابی گفت نه من نمیام. مرد جوان گفت چرا نمیای؟ مرد چشمابی گفت من همینجا کنار در منتظر میشم. بده بابا، اگه بفهمم بدشون میاد، دلخور میشن. چرا بدشون بیاد؟ من که کاری نکردم. من همینجا میستم، تو برو و برگرد. مسخره بازی در نیار، بیا تو. نه خواهش میکنم، خودت میدونی که من واسه چی نمیام، دیگه اصرار نکن. مرد جوان وارد خانه شد. آمنه به مرد جوان گفت درو ببندم. مرد جوان با بلا تکلیفی گفت نمیدونم والا، میخوای ببند میخوای نبند. آمنه در رو نیمه باز گذاشت. مرد جوان و آمنه پله ها رو بالا رفتن. محلقا و ملیحه و منیژه توی اتاق نشسته بودن. محلقا نامه می نوشت و ملیحه و منیژه مجله کهنه ای رو ورق می زدن که مرد جوان وارد شد. ملیحه تا اونو دید بلند شد و گفت خب آقا چه عجب، آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ مرد جوان با لبخند گفت اختیار دارین، من که مزاحم همیشگی هستم. دخترها جابجا شدن. ملیحه در حالی که محلقا رو نشون میداد گفت معرفی میکنم. مرد جوان خندید و گفت خوشبختم و سری به محلقا خم کرد. محلقا لبخند زد و نامه‌ای را که نوشته بود تا کرد و روی میز زیر آرنجش گذاشت. ملیحه گفت چرا وایستادین؟ بفرمایین بالا. منیژه گفت تو تعارف نکن، منتظر تعارف یکی دیگه است. ملیحه گفت آره راست میگی، خیلی ببخشین و به محلقا چشمک زد. محلقا گفت نه، تا این حدم که شما فکر میکنین سوزناک نیستیم. ملیحه خیلی جدی پرسید چرا نمیشینین؟ مرد جوان گفت آخه تنها نیستم. محلقا گفت کسی همراهتونه؟ مرد جوان که با دستپاچگی منیژه را نگاه میکرد گفت والا تقصیر من نیست، خودش با اصرار اومده. ملیحه لبخند زد و گفت آدم بیچاره ایه. منیژه گفت بیچاره نیست، نفرت انگیزه، پرروست. ملیحه گفت حالا کجاست؟ مرد جوان گفت پایین وایساده، هر کاریش میکنم و هر چی بهش میگم حاضر نیست بیاد بالا. محلقا گفت چه لوس. ملیحه گفت مثلا خجالت میکشه؟ محلقا گفت بیا بریم ببینیم چی میگه. بلند شد و همراه مرد جوان رفتن طرف پله ها. ملیحه به منیژه گفت حالا چی کار میخوای باش بکنی؟ من هیچ کار نمیخوام باش بکنم، کاری ندارم. فکر نمیکنی که واقعا عاشقت شده باشه؟ فایده‌ای به حال من نداره. ملیحه گفت چرا؟ از عشق بدت میاد؟ بدم نمیاد، ولی منم باید بخوامش یا نه؟ درسته، ولی تو که اصلا سعی نمی کنی. سعی چی بکنم؟ سعی بکنم که عاشقش بشم؟ ملیحه گفت نه، تو دنیا رو بدجوری سخت میگیری. منیژه گفت میدونی ملیح جان، من دنیا رو سخت نمیگیرم، من همینم که هستم، یادت باشه. ملیحه گفت نه، این اصلا برای من تعجب آوره که تو چطور از اینکه کسی دوستت داره خوشحال نمیشی. نمیدونم والا،
شاید واقعا دوستم نداره. ملیحه گفت یعنی چی؟ اگه یه روزی همین آدم خودشو به خاطر تو بکشه تو ناراحت نمیشی؟ من؟ چرا ناراحت بشم؟ خودشو کشته دیگه. خودشو کشته درست، اما به خاطر تو کشته. به درک که کشته، میخواست نکشه. ملیحه گفت خیلی سنگدلی. منیژه خندید و شروع کرد به ورق زدن مجله. دیگه حرف نزدند و منتظر نشستند تا محلقا و مرد جوون برگشتن. ملیحه گفت خب؟ محلقا گفت نیومد. ملیحه گفت چرا نیومد؟ چه میدونم. گفت من که تو این خونه قدر و اعتباری ندارم، چرا بیام تو؟ ملیحه گفت پس چطور تا دم در اومده؟ محلقا در حالی که مرد جوون رو نگاه میکرد گفت یه چیزایی سرهم کرد، همش پرت و پلا بود. مثلا از قوای شیطانی و از دوران بد و روزگار ناسازگار چیزایی به هم بافت. اینجوری نبود؟ مرد جوان تصدیق کرد. ملیحه گفت انگار دلش از دست منیژه خیلی پره. مرد جوان نشست روی عسلیه کنار پنجره و گفت منم فکر میکنم همین جوره. ملیحه گفت من که دلم به حالش میسوزه. دلسوزی شما فایده به حالش نداره. باید دید خانوم نظرشون چیه. منیژه پرسید خانوم کی باشن؟ مرد جوان و محلقا خندیدن. ملیحه زنگ زد و آمنه برای مرد جوان چای آورد. شب دکتر و مرد جوان و مرد چشمابی در رستوران بزرگی جمع شدند. کافه شلوغ بود و آنها وسط رستوران دور یک میز 4 نفری نشستند. دکتر و مرد جوان زیر چشمی مواظب مرد چشمابی بودند که با اضطراب زیادی دست به گریبان بود. پیشخدمت آمد. مرد جوان پرسید چی میخوریم بچه‌ها؟ دکتر گفت یه چیزی میخوریم. مرد جوان به مرد چشمابی گفت تو چی میخوری؟ مرد چشمابی گفت من مشروب میخورم. مشروب که معلومه. غذا چی؟ غذا برام مطرح نیست. مرد جوان دستور غذا و مشروب داد. پیشخدمت گیلاس ها و بطری می رو روی میز چید. گیلاس ها رو پر کردن. مرد چشمابی گیلاسش رو برداشت و گفت ما رفتیم و گیلاس رو در گلوش خالی کرد. مرد جوان گفت صبر میکردی چیزی می آورد. مرد چشمابی دوباره گیلاسش رو پر کرد و به اون دوتا نگاه کرد. دکتر با لبخند گفت چه خبره؟ مرد چشمابی گفت خبری نیست. بدجوری شروع کردی. چه جوری شروع میکردم خوب بود. گیلاس دومم خالی کرد. دکتر و مرد جوان آرام لب تر کردند. کافه شلوغ بود و اگر کسی که وارد میشد یا بیرون میرفت به یکی از اون 3 تا تنه میزد و گیلاس هاشون میلرزید، پیشخدمت یه بادیه حلیم و یه دیس کباب هم روی میز گذاشت. دکتر و مرد جوان برای خودشون غذا کشیدن. مرد چشمابی بازم گیلاسشو پر کرد. دکتر گفت برای خودت غذا بکش. عجله‌ای نیست، میخورم. مرد جوان گفت چرا عجله‌ای نیست؟ وقتی با این عجله مشروب میخوری غذام لازمه. دکتر گفت راست میگه، حرف حساب میزنه. دور دهانشو با کاغذ پاک کرد. مرد چشمابی گفت بسیار عالی و منطقی فرمودی. دکتر گفت تو چته؟ با کی لجی؟ با من یا با این؟ مرد چشمابی گفت نه با تو، نه با این، نه با دنیا، با خودم لجم. دکتر گفت چرا؟ چی شده؟ همه چیز یه طور دیگه شده. منم عوض شدم. دکتر گفت چطور شده که یه دفعه همه چیز عوض شده؟ این چیزا رو آدمیزاد خودش باید بفهمه. میدونین تا چند سال پیش امیدواری‌های زیادی واسه همه ما بود. همون رفتن و خواستن و نفس زدن، شلوغ کردن و دلهره داشتن، شوق و ذوقا، ریخت و پاشا و نابسامانی‌ها، اون دلگرمی‌ها که آدمو زنده نگه می‌داشت. ولی حالا با این زندگی یخ و سرد و مرده چی کار کنی؟
استراحت پی در پی و متمادی چنان همه چیزو فاسد کرده که دیگه هیچ امیدی نمونده. اون وقت از من میپرسی که چرا همه چی عوض شده، خراب شده؟ خراب شده دیگه. گیلاسشو خالی کرد. دکتر گفت من به این حرفا معتقد نیستم. نمیدونم چرا هر وقت با یکی از شما هستم همیشه این حرفا رو به میون میکشین. میدونین از بس این حرفا رو تکرار کردین دیگه حال آدمو به هم میزنین. مرد چشمابی گفت یعنی دلت به هم میخوره؟ آره؟ بایدم اینجور باشه. اگه غیر از این بود که دکتر خوب و جوون و چراغ و طبقه منورالفکر و امید آینده مملکت نبودی، این همه جاده های تعالی و ترقی رو واسه کیا اسفالت کردن؟ چرخه مملکت باید به دست شماها بچرخه. دکتر گفت متاسفم از اینکه بیشتر از این نمیفهمی. واقعا به حالت متاسفم. مرد چشمابی گفت تأسف تو خیلی هم بجاست. میدونی چرا؟ واسه اینکه فرق من و خودتو خوب میبینی. تو پشت به کوه بزرگی دادی و مطمئنی. در نتیجه وقتی یکی رو لب پرتگاه میبینی متاسف میشی. دکتر گفت پرتگاه؟ کدوم پرتگاه؟ مثلا تو چیکارا میکنی؟ مرد جوان گفت بهتر از این مقوله حرف نزنی. دکتر گفت موافقم. گیلاسا رو خالی کردن. سر صدای کافه زیادتر شده بود و اون سه تا سرهاشون رو نزدیکتر آورده بودن و صحبت میکردن. دکتر عینکش رو جابجا کرد و گفت از اینا گذشته. میتونی بگی از چی ناراحتی؟ مرد چشمابی گفت از همون که گفتم. دکتر گفت نه، مستی و راستی. حالا که خودمونیم هستیم راستشو بگو. مرد چشمابی گفت بله، از این ناراحتم که روزگار از یه آدم چه آشغال و کثافت بی مصرفی میسازه. به خودش اشاره کرد. کثافتی که به خاطر زنده موندن به هر راه حل مسخره‌ای که رفقا نشونش میدن تسلیم میشه. یه دفعه خودشو همچین پوفیوز و احمق میبینه که نمیدونه چیکار بکنه و دست پاشو گم میکنه و میخواد کلهشو بکوبه به دیوار تا راحت بشه. دکتر گفت ببینم یه زن تا این حد برای تو اهمیت داره؟ مرد جوان که از صراحت دکتر خوشش اومده بود لبخند زد. مرد چشمابی جواب داد یعنی تا این حد من بیچارم؟ دکتر گفت نگاه کن دوست عزیز، تو خسته و پریشون و گرفتاری. علت تمام بدبختیایی که حس میکنی اینه که منیژه روی خوشی به تو نشون نداده. مرد چشمابی گفت اشتباه میکنی. اشتباه نمیکنم. خودت هم میدونی که اشتباه نمیکنم. فقط میخوام بهت بگم که یه زن چیز مهمی نیست. نگاه کن نشونت بدم. بیا. دست کرد و دفترچه از جیب بیرون آورد و در حالی که تونتون ورق میزد گفت میبینی اینا شماره تلفن زناست. پرستارا، دختر ترشیده ها، زنهای بیوه، مریض هایی که با نیت دیگه شماره تلفن بهم دادن. رو هر کدوم که میخوای انگشت بذار. همین فردا باهاش آشنات میکنم. راهشم نشونت میدم که دیگه در عشق شکست نخوری. ببین از این اسما از کدوم بیشتر خوشت میاد؟ ثریا، بتول، مهین، ایران، زهره، منیره، ژاله، فلور، اکرم، فخری، سیمین، عفت، شیرین، منیژه، کدومشون؟ مرد چشمابی با خشم گلاسش رو روی میز کوبید و گفت بس کن. مرد جوان وحشت زده لبخند زد و دکتر دفترش رو بست و گذاشت توی جیبش و گفت معذرت میخوام. عده‌ای از مشتری‌ها متوجه اونها شدن. مرد جوان گفت می بخوریم بابا، این حرفا که فایده ای نداره. گیلاسا رو پر کرد. دکتر گفت من نیت بدی نداشتم و ندارم. دلم میخواد به همه کمک کنم. این وظیفه منه، شغلمه. قصد شوخی هم ندارم. اگه این حرف من بهت برخورد خیلی ازت عذر میخوام. ولی به عنوان یه نفر طبیب توصیه میکنم از این قرصا روزی 2-3 تا بخوری. قلمشو در آورد، تکه‌ای از برچسب بطری رو کند و شروع به نوشتن کرد. مرد جوان پرسید قرص چی؟ دکتر گفت قرص آرتولون. مرد جوان گفت باعث میشه که آدم یادش بره؟ دکتر زیر میز آهسته به پای مرد جوان زد. مرد جوان سرش رو عقب کشید و به تماشای مشتریهای کافه نشست.
دکتر به مرد چشمابی گفت آره عزیز، 3 تا از این قرص‌ها برات لازمه. در ضمن مشغولیات دیگه هم خوبه. خوندن کتابای سبک و خنده‌دار، موسیقی، حمام آب سرد بعد از غذا و قبل غذا و کم کردن سیگار. مرد چشمابی جواب نداد. گیلاسشو خالی کرد و گفت خوش باشین. بلند شد و چند عدد اسکناس کنار بشقابش گذاشت و پرده کافه رو کنار زد و توی تاریکی گم شد. مرد جوون گفت کار خوبی نکردی. دکتر گفت بذار بره گم شه. مردی که پفیوز دلش میخواد همه نازشو بکشن. خب دیگه بعضیا اینجورین و کاریشونم نمیشه کرد. به درک که اینجورین. اینا از همه طلبکارن. چرا که مثلا یه وقتی هارت و هورتی کردن و در رفتن. چند لحظه‌ای در سکوت گذشت. مرد جوان گفت بگذاریم. حالا چیکار کنیم؟ دکتر گفت تو چیکار میخوای بکنی؟ من میرم سراغ محلقا. خب منم باهات میام. مرد جوان گفت آشتی کردین؟ دکتر گفت آشتی؟ ول کن بابا، دنیا رو جدی نگیر. مرد هر وقت بخواد میتونه آشتی کنه. مرد جوان جیباشو گشت و یه دوزاری از دکتر گرفت و رفت سراغ تلفن و در حالی که منتظر صحبت پشت تلفن میفروشی ایستاده بود با دوزاری شروع کرد به خراشیدن رومیزی پیشخوان. آرامش در حضور دیگران، اثر غلامحسین ساعدی، تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت 4. روز عروسی محلقا و مرد جوان، مهمانها همه ناآشنا و غریبه بودند. عروسی در خانه مرد جوان بود و از صبح زود محلقا و ملیحه و منیژه رفته بودند خانه داماد. توی راهرو یک صفحه گردان گذاشته بودن و زن لاغر و بلندقدی که موهاش رو به طور عجیبی پیچیده و پشت به دیگران ایستاده بود تون صفحه میگذاشت. ملیحه از دیدن اون همه مهمون بهت زده بود. بی خودی میرفت و میامد و منتظر بود که هر چه زودتر شلوغی تموم بشه. هر چند دقیقه یه بار چادر یکی از زنها رو میگرفت و سر میکرد و میرفت سر کوچه. زنهای همسایه ها و بچه ها رو که سر کوچه جمع شده بودن کنار میزد و به تاریکی ته خیابون نگاه میکرد. منیژه و محلقا هر دو یک جور زینت کرده و یک جور لباس پوشیده بودن. زنهای ناشنا نمیدونستن که کدوم یکی از اون دوتا عروسه. مرتب از همدیگه در این باره پرسجو میکردن. هوا که تاریک شد ملیحه منیژه رو صدا کرد. هر دو رفتن توی پستو و لبه یک تخت خواب سفری نشستن. منیژه پرسید چه خبره؟ ملیحه گفت خبری نیست. بشین اینجا یه سیگاری بکشی. از کیفش 2 تا سیگار در آورد و یکی رو داد به منیژه و دیگری رو خودش آتیش زد. منیژه گفت این زنا عجب قشقرقی رو انداختن. من اصلا یه نفرشونم نمیشناسم. ملیحه گفت منم بی خودی دلم گرفته، حوصله ندارم. هی میخورن و میپاشن. چه زینت غلیظی هم کردن. من که چشمم جایی رو نمیبینه. سرم یه جوری شده. منیژه گفت حالت خوش نی؟ حال خوش و ناخوش نمیفهمم. زندگی بی خود و مسخره‌ایه. خودم و حسابی عاطل و باطل و بی مصرف حس میکنم. نه مثل قدیمی ها شدیم نه مثل تازه ها. حالا هم عروسی محلقاست. مادر که نداریم. پدرم هم که میدونی کجاست. فکر نکن که چون عروسی خواهرم بی قربون صدقه پدر مادر انجام میشه ناراحتم. نه به خدا منیژه. در این مدت شاید منو شناخته باشی. یه چیز غریبی داره منو هلاک میکنه. نمیفهمم چه کار کنم. دارم دیوونه میشم. منیژه گفت ایشالله که درست میشه. خب حالا درستم نشد که نشد دیگه. دلخور سیگارش رو توی یه پیش دستی خاموش کرد. منیژه گفت ببینم ملیح جان راستشو بگو. دلت نمیخواست که امشب شب عروسی تو بود؟
نه به مرگ تو. چرا؟ میدونی این قضایا دیگه برام مسخره شده. منیژه خندید و گفت حتی با مرد دلخواهتم، مثلا با دکتر؟ اون مرد دلخواه من نبود. چند لحظه ساکت نشستن. از بیرون صدای صفحه موسیقی و قشقرق زنها بلند بود. منیژه گفت حالا اینجوری فایده نداره. پاشو بریم سراغ داماد. ملیحه گفت نشسته اتاق بالا با برادر کوچیکش دارن عرق میخورن. باشه، پاشو بریم پیش اونا. پیش اونا خبری نی. منیژه گفت میخوام برم ببینم برادرش چجوریه. یه پسر 30 ساله موبور دماغ گنده است که مثلا خجالتی هم هست. دیدن نداره. منیژه یه کمی فکر کرد و گفت پس بیا بریم توی راهرو. من خیلی دلم میخواد اون زنیکه رو ببینم. از اون وقتی که ما اومدیم همش پشت به جماعت و رو به دیوار ایستاده، تکونم نمیخوره. کدوم زن؟ همون که صفحه عوض میکنه. از بس بی حرکت ایستاده من کم کم ترس برم میداره که نگو یارو نکنه اصلا صورت نداشته باشه. ملیحه گفت صورت نداره پس چی داره؟ نمیدونم، من همچی فکر میکنم. چرا آخه؟ دستاشو ندیدی؟ دستای لاغر و انگشتای بلند داره. روی هر انگشتش هم یه خال گوشتی پشمالو مثل انگشتر رویده. ملیحه با تعجب گفت خب؟ تازه هیچی هم تا حالا نخورده. نه میوه، نه شربت، نه یه چیز دیگه. کسی هم سراغش نمیره. انگار نه انگار که یکی اونجاست. همش ایستاده و با گران ور میره. اصلا معلوم نیستش که کیه و از کجا اومده، کی دعوتش کرده. ملیحه گفت بریم ببینیم. هر دو اومدن بیرون. حیاط شلوغ بود و زنها همه راه را باز میکردن که به جایی برسن. همه عجله داشتن و بیقرار بودن. منیژه و ملیحه هم شروع کردن به راه باز کردن که وسط جمعیت برخوردن به محلقا که دست پاچه و مضطرب و آواره مونده بود و 2 تا پیرزن با پیراهن‌های چیت اتو کرده و روسری‌های توری دامنش رو گرفته بودن. محلقا تا اونا رو دید یه مرتبه زد زیر گریه. ملیحه گفت چه خبره محلقا؟ چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ اینا چرا اینجوری میکنن؟ دارم من وحشت دق میکنم. ملیحه به پیرزنا گفت چی کارش دارین؟ چرا اینجوری بهش چسبیدین؟ یکی از پیرزنا که نفس نفس میزد گفت میخوایم عروسش کنیم. ملیحه گفت چجوری میخواین عروسش کنی؟ پیرزن دیگر گفت مگه نمیبینین چه خبره؟ همه دارن دنبال عروس میگردن. منیژه به ملیحه گفت که چی کارش بکنن؟ پیرزن اولی گفت تماشاش بکنن خانم جون، تماشاش بکنن. ملیحه گفت حالا چه بلایی میخواین سرش بیارین؟ پیرزن دومی خندید و گفت هیچی، یه تاج قشنگ سرش میذاریم، تور به موهاش میبندیم، سرخاب سفیداب به صورتش میکشیم و دستاشو حنا میبندیم و عروسش میکنیم. 2 پیرزن دیگر که هنوهون کنان جماعت رو کنار میزدن با تور و تاج و سینی و ظرف حنا سر رسیدن. محلقا با وحشت التماس کرد نجاتم بدین، نجاتم بدین. منیژه به ملیحه گفت بریم به خودش بگیم. ملیحه و منیژه در حالی که با عجله وسط زنها راه باز میکردن از دهلیز گذشتن و به طبقه بالا رفتن. مرد جوان با برادرش پشت میز کوچیکی نشسته بود و هر کدام تکه استخوان چربی رو مک میزدن. روی میزم چند بطری خالی و مقداری آشغال سیگار و چند گیلاس کثیف پراکنده بود. برادر داماد تا ملیحه و منیژه دید سرخ شد و با خجالت بلند شد و رو به دیوار پشت به آنها ایستاد. ملیحه گفت نشستین اینجا و شکمتون رو پر میکنین، از پایین خبر ندارین. مرد جوان استخوان رو گذاشت توی بشقاب، دهنش رو پاک کرد و گفت چطور شد که یاد ما هم افتادین و سری هم به اینجا زدین؟ چیزی نمیخورین؟ ملیحه گفت چی بخوریم؟ پاشو بیا لب پنجره ببین چه خبره. مرد جوان تلو تلو خواران بلند شد و استکانش رو پر کرد و با منیژه و ملیحه رفتن کنار پنجره. حیاط شلوغ‌تر شده بود. زنبوری‌های پایه‌دار که جا به جا کنار درخت‌ها روشن بودن به زحمت تاریکی رو کم می‌کردن.
ملیحه وسط باغچه ها رو نشون داد و گفت ببین چه خبره، اونجا رو نگاه کن. مرد جوان گفت چه خبره؟ خب میخواستی چه خبر باشه؟ ببین چی کار دارن میکنن؟ دارن بیچارش میکنن، دارن خفش میکنن. مرد جوان با توجه بیشتر پایین نگاه کرد. توی تاریکی وسط باغچه ها چند نفر با هم گلاویز بودن. مرد جوان گفت چی کار میکنن؟ اون کی اونجوریش میکنن؟ ملیحه گفت اون محلقاست. محلقای بیچاره منه، افتاده دست این پیرزنا و دارن عروسش میکنن. مرد جوان یه دفعه زد زیر خنده و گفت خب این که دلخوری نداره، لابد لازمه که این کارو میکنن. حالا به سلامتی شما. گیلاس رو توی گلوش خالی کرد. منیژه به ملیحه گفت این اوضاعش خیلی خرابه، بریم پایین شاید خودمون کاری بکنیم. منیژه و ملیحه با عجله پله‌ها رو پایین رفتن و زن بی صورت رو دیدن که رو به دیوار و پشت به جماعت قوز کرده و داشت از توی گونی کهنه‌ای خورده‌ریز و آتش‌قالای عجیب غریبی بیرون می‌کشید. فردای اون روز ملیحه و منیژه برای عیادت سرهنگ به تیمارستان رفتن. بعد از ظهری بارون مختصری خیابونا رو نم زده بود و آفتاب کمرنگ غروب گاهی از حاشیه ابرها پیدا و بعد ناپدید میشد. باغ تیمارستان دلگیرتر از بیرون بود. روی ماسه های نرم جدول باغچه ها ملافه های کهنه و شسته شده بیماران را پهن کرده بودند و از پنجره های روشن بیماران سفیدپوش دیده می شدند که نومیدانه قدم می زدند. ملیحه و منیژه سرهنگ رو توی راهرو پیدا کردند که کنار پنجره بزرگ روی نیمکت چوبی دراز کشیده بود و سقف رو تماشا میکرد. منیژه و ملیحه سلام کردند. سرهنگ بی اون که جواب سلامشونو بده بلند شد نشست. ملیحه و منیژه هم دو طرفش نشستن. ملیحه گفت حالتون چطوره پاپا؟ سرهنگ جوابش نداد و شنلشو به دوش کشید. ملیحه منیژه رو نگاه کرد و به سرهنگ گفت پدر، بابا جون، منم ملیحه، منیژه هم اومده، اینهاش، نگاش کن. سرهنگ پاشو رو پای دیگه‌ش انداخت و سرفه کرد. ملیحه گفت بابا جان. منیژه گفت سرهنگ منم منیژه. دستشو گذاشت رو دست سرهنگ. سرهنگ دستشو از زیر دست منیژه بیرون کشید و زیر شنل قایم کرد. ملیحه گفت بابا با ما قهری؟ آره؟ سرهنگ بازم جواب نداد. منیژه گفت چطور شده سرهنگ؟ مگه ما کاری کردیم؟ خب عروسی محلقا بود دیگه، اجازه‌ش هم که خودت داده بودی. ملیحه گفت تقصیر هیچکی نیست پدر، هیچکی گناهی نکرده. منیژه پرسید میوه میخورین؟ ملیحه گفت جواب که نمیده، یه دونه پوست بکن شاید بخوره. منیژه پاکتی رو که به دست داشت باز کرد و یک عدد موز بیرون آورد، پوستش رو شکافت و به طرف سرهنگ دراز کرد. سرهنگ همونطور بی حرکت دیوار رو نگاه میکرد. ملیحه گفت بخور پدر. موز از دست منیژه گرفت و آهسته نزدیک دهان سرهنگ برد. سرهنگ موز رو گرفت و خورد و پوستش رو انداخت زمین و باز به دیوار روبرو خیره شد. منیژه گفت چرا اینجوری میکنه؟ ملیحه گفت فکر میکنم حالش خوش نیست. چی کار کنیم؟ بریم از دکتر کشیک بپرسیم. منیژه و ملیحه پاکت میوه رو کنار سرهنگ گذاشتن، بلند شدن و به انتهای راهرو رفتن و در اتاق انترن کشیک رو زدن. صدای مرد جوانی گفت بفرمایید. منیژه و ملیحه وارد شدن. انترن کشیک با روپوش سفید و دمپایی‌های پاره پوره لب تخت نشسته بود و با یه لغتنامه انگلیسی برمی‌رفت و لغت در می آورد و در حاشیه کتابچه‌ای می نوشت. میز چوبی بزرگی وسط اتاق بود و مقداری پوست میوه، یه دستگاه وسایل شطرنج، 2 لیوان بزرگ آلوده به تفاله چایی و چند اسباب طبی و مقداری پنبه کثیف روش پراکنده بود. کنار دیوار کتری بزرگی روی اجاق برقی می جوشید. بوی عرق تن و حمام از همه جای اتاق بلند بود.
منیژه و ملیحه تا وارد شدن، انترن که شیک دست و پا گم کرده بلند شد و دستی به موهاش کشید. گفت بفرمایید، خیلی معذرت میخوام. با دست شلوغی اتاق نشون داد. ملیحه گفت ببخشید آقای دکتر، میخواستم حال جناب سرهنگ مریض تخت 17 رو بپرسم. انترن گفت آها، اون آقای بلندقد رو میگین؟ ملیحه گفت بله. انترن گفت خواهش میکنم یه دقیقه بفرمایید بشینی. مزاحمتون نمیشیم؟ انترن تنها صندلی کنار میز رو برای منیژه تعارف کرد و گوشه تخت خواب رو صاف کرد و به ملیحه گفت تمنا میکنم ببخشین که کلبه درویشیه. اختیار دارین، خیلی هم خوبه. انترن که دست و پا گم کرده و آشفته بود و نمیدونست چیکار کنه، انگشتش رو روی زنگ گذاشت. صدای بلند زنگ توی راهرو پیچید. در باز شد و کارگر بخش با گربه چاقی اومدن تو. گربه منیژه و ملیحه رو نگاه کرد، اخم کرد و بیرون رفت. انترن گفت پرونده جناب سرهنگ مریض تخت 17، 3 تا چای خوب و تمیز فوری بردار و بیار. ملیحه گفت خجالتمون ندین آقای دکتر. انترن گفت خواهش میکنم خانم، اگه اجازه بفرمایین یه چای خدمتتون میخوریم، در ضمن وضع روحی مریض و معالجاتی رو که شده براتون شرح میدم. حرف که میزد تکون میخورد و زنجیر طلایی باریکی که به گردن داشت روی پشمای سینه‌اش میلرزید و نگاه ملیحه رو طرف خودش میکشید. کارگر 2 تا لیوان کثیف رو از روی میز برداشت و از اتاق رفت بیرون. انترن به ملیحه و منیژه گفت شماها نسبتی با جناب سرهنگ دارین؟ منیژه گفت معلومه، آدم که به عیادت شخص غریبه نمیره. انترن گفت خیلی عذر میخوام، منظورم اینه که نسبت نزدیک باهاش دارین یا نسبت دور؟ ملیحه گفت نسبت نزدیک داریم آقای دکتر، من دخترشونم، این خانومم خانومشون هستم. انترن با تعجب گفت شما دخترشون هستین، ایشونم خانومشون؟ مطمئناً خانوم همسر دوم جناب سرهنگ هستن، بله؟ ملیحه گفت درست حدس زدی. انترن گفت تعجب کردم، آخه مثل این که سرکار و خانوم چندان اختلاف سنی با هم ندارین. ملیحه گفت نه خیر، تقریبا همسن هستیم. انترن گفت ماشاءالله جناب سرهنگ خیلی هم خوش‌ذوق تشریف دارن. منیژه حرف انترن رو برید و گفت حالش خوب نیست، با هر کار کردیم یک کلمه هم با ما حرف نزد، معلوم نیست چرا اینجوری میکنه. انترن گفت بله درسته، ایشون مدتیه که در یه حال به خصوصی به سر میبرن، توجه به هیچ چیز و هیچ کس ندارن. منیژه گفت ما فکر کردیم که با ما قهرن. نه خیر، ابداً، ولی اینم بدونین که به هر صورت از این حال بیرون میاد. دفعه گذشته ما رو خوب به جا آوردن و صحبت کردن، اما این دفعه اصلاً و ابدا انگار نه انگار که کسی سراغش اومده. ملیحه هم گفت بله، ما هر چند روز یک بار سری بهش میزنیم. انترن گفت پس چرا من تا حالا خدمتتون نرسیدم؟ چه بدشانسی عجیبی. حالا به هر حال زودتر به بنده اطلاع ندادن، ولی تا حالا خیلی وضعشون بهتر شده بود. حالا هم دیر نشده، از فردا مواظبت بیشتری ازشون میکنیم. ملیحه گفت خیلی ممنون. به منیژه نگاه کرد و دوباره به انترن گفت پس با اجازهتون مرخص میشیم. انترن گفت نه خیر، الان چایی میارن خدمتتون. دستشو گذاشت رو زنگ. چند بار صدای زنگ توی راهرو پیچید. منیژه گفت چایی نمیخوریم آقای دکتر، خودتون رو زحمت ندید. قابلی نداره خانم، اینجا وسیله پذیرایی دیگه ای نداری. پرونده رو بست و گوشه تخت دیگر نشست، در حالی که روپوش و زنجیر طلاییش رو مرتب میکرد. گفت عرض کنم که شغل خیلی کثیفی داریم، همیشه دوندگی و همیشه پرمسئولیت، هیچ وقت لذت زندگی رو نمیفهمیم، تفریحی در کار نیست، اون وقت مجبوریم هی بدویم و هی آدمای نومید رو امیدوار کنیم و هر صورتی شده مانع خودکشی یا آدمکشی دیگران بشیم.
خب دیگه قسمت ما هم از زندگی همین بوده. تازه مگه توی مملکت ارزش کار آدمو میفهمن؟ ملیحه گفت صحیح میفرمایی. کارگر بخش در رو باز کرد و با 3 تا چای لیوانی در یه سینی و چند حبه قند که روی تکه مقوا ریخته بود اومد تو. سینی چای رو روی میز گذاشت. انترن بلند شد، سینی چای رو برداشت و به منیژه و ملیحه تعارف کرد و گفت خواهش میکنم این وضع رو ببخشین، اما چایامون تمیزن. کارگر لبخند زد و رفت بیرون. منیژه و ملیحه ساکت نشستن و بعد شروع به خوردن چای کردن. انترن گفت برای اینکه خیال خانم راحت باشه بنده شماره تلفن خودم رو خدمتتون تقدیم میکنم. هر وقت که خواستین، حتی نصف شبم شده، به بنده تلفن کنین و حال مریضتون رو بپرسین. از لای کتابچه 2 تا کارت ویزیت بیرون آورد و جلوی منیژه و ملیحه گذاشت. منیژه گفت مرسی. انترن گفت علاوه بر صبح‌ها، روزای یکشنبه و سه‌شنبه و پنجشنبه عصرام اینجا هستم. خیلی خوشحال میشم که بتونم خدمتی انجام بدم. هر روزم منتظر تلفنتون هستم. ملیحه و منیژه چای رو خوردن و کارتا رو برداشتن و خداحافظی کردن. انترن در رو باز کرد و گفت نمیدونین چقدر خوشحال میشم اگه تلفنی بفرمایین و خبری بگیرید. منیژه و ملیحه اومدن تو باغ. هوا رو به تاریکی میرفت و چراغ‌ها تک توک روشن بودن. ملیحه گفت چه اصراری داره که بهش تلفن بزنی؟ منیژه گفت خوب بلده. کارت رو پاره کرد و ریخت زمین. ملیحه گفت پاره کردی؟ شاید به درد کسی بخوره. من که میدم به یکی از دخترا. دلم براش سوخت. شاید کسی رو نداره که اینجوری تا ما رو دید دست و پاشو گم کرد. منیژه گفت اینو که من دیدم فهمیدم چی کار است. از رفتارش معلومه که اون کار است. ملیحه گفت حالا معلوم نشد واسه کدوم یکی از ما اینجوری یقه پاره میکرد. ای بابا، واسه هر 2 نفرمون. مگه واسه اینجور آدما فرقی میکنه؟ ملیحه گفت خوش به حالش. از تیمارستان که بیرون اومدن هر دو بی اختیار برگشتن و پشت سرشون رو نگاه کردن. انترن در حالی که باد لبه های روپوشش رو تکان میداد روی ایوون طبقه بالا ایستاده و به نرده ها تکیه داده بود. اون 2 تا رو تماشا میکرد. به مسافری میمونست که از روی عرشه کشتی بزرگی با عزیزانش خداحافظی میکنه. چند روز بعد اوایل غروب ملیحه و منیژه نشسته بودن ورق بازی میکردن که محلقا با موهای پریشون و سر و وضع ژولیده پیدا شد. منیژه با عجله ورقا رو جمع کرد و ریخت تو کشوی میز. ملیحه گفت چه خبره؟ تنها اومدی؟ محلقا کیفش انداخت رو میز و گفت چند دفعه تلفن زدم، گوشی رو ور نداشتین. کی تلفن زدی؟ 1 ساعت پیش. منیژه ملیحه رو نگاه کرد و گفت کجا بودیم؟ آها، رفته بودیم بیرون. ملیحه گفت آره بیرون بودیم. چه خبرا؟ چرا اینقدر آشفته ای؟ شوهرت کو؟ محلقه گفت رفته سفر. ملیحه و منیژه با تعجب همدیگر نگاه کردن. ملیحه با کنجکاوی پرسید رفت سفر؟ یعنی چی؟ چطور شد که رفت سفر؟ کجا رفت؟ محلقه گفت با تلفن خواسته بودنش. از کجا؟ از یه آبادی بی‌نام از یه قهوه خونه وسط راه. چی میگی؟ دیوونه شدی؟ محلقه گفت نه دیوونه نشدم. برادرش توی قهوه خونه وسط راه خودکشی کرده. ملیحه گفت چی میگی؟ منیژه رنگ از روش پرید. با اضطراب پرسید جدی میگی؟ آره، دیشب غروبی وارد قهوه خونه شده، شام خورده، یه اتاق دنج از قهوه‌چی خواسته. قهوه‌چی هم بهش داده. صبح که رفته بیدارش کنه دیده خودشو دار زده. چرا آخه؟ هیچ معلوم نیست. صبح زود تلفن زدن و خواستنش. آدرس ما رو از تو جیبش پیدا کرده بودن.
چیزی بهم نگفت و رفت. یه ساعت پیش تلفن زد و جریانو گفت. چمدونش پر بوده از وسایل خودکشی، تیغ، یه کلت کهنه، تریاک، تعداد زیادی کاغذ و یادداشت و چند تا شیشه هم دواهای جور و جور. علتش چی بوده؟ چرا این کار کرده؟ محلقا که پریشون روی تخت خواب سفری لم داده بود گفت علتش معلوم نیست. هیچکی نمیدونه. توی نامه کوچیکی نوشته هیچکس مسئول مرگ من نیست. من خوشبخت و راضی میرم. از برادر عزیزم متشکرم که منو به عروسیش دعوت کرد و ضیافتی بهم داد. منیژه گفت بدبخت بیچاره. ملیحه گفت حالا چی کار میکنه؟ هیچ کار. مرده و تموم کرده. ملیحه گفت شوهرتو میگم. محلقا گفت نمیدونم. میگفت که جنازه رو میاردش اینجا ولی مامورین نمیذارن. میگن باید حسابی تحقیقات بشه و جیکوبی که قضیه معلوم شه. گویا حالا دارن صورت جلسه میکنن. ملیحه گفت تفلک بیچاره. اصلا معلوم نیست چرا این کار کرده. گفتم که نه. ملیحه گفت اون چند روزی که پیش شما بود چی کار میکرد؟ رفتارش چجوری بود؟ آروم و ساکت و بی‌قلقش. خیلی با ادب و نزاکت رفتار میکرد. همیشه خنده‌های بلند میکرد، بعدش هم خجالت میکشید. هر وقتم توی راهرو حیاط به من برمیخورد صورتشو اونور میگرفت. مثل دهاتی‌ها روزی 100 دفعه سلام میکرد. به برادرش گفته بود که زنتو نذار بیمارستان کار کنه، رویش خراب میشه. غذا تموم نشده از سر میز بلند میشد. سیگارم زیاد میکشید. از مشروب خیلی خوشش میومد. برادرش هم فرصتی گیر آورده بود و مرتب با هم میخوردن. اتاق بالا رو داده بودیم بهش. درشو قفل میکرد. تنها یه چمدون داشت. فکر میکردم داره از اون مواظبت میکنه. اگه میدونستم که تو چمدون چه خبره بلایی سرش میآوردم. آدم هیچ وقت نمیتونه حدس بزنه چه چیزایی تو کله دیگرون هست. منیژه گفت من فکر نمی‌کنم که یه آدم سالم این کارا رو بکنه. ملیحه گفت اون وقت همه دیوونن و هیچکی هم نمیدونه. وقتی ما اونو دیدیم چیزی از دیوونگی نداشت. همه همینطورن. منیژه گفت مرگ خیلی سخته. من فکر میکنم که هیچی به اندازه مرگ ترس و درد نداشته باشه. اینه که خودکشی کار هر کسی نیست. آدم نمیتونه یه سوزن به بدن خودش فرو کنه تا چه برسه که طناب بیاره و حلقه بکنه و بندازه گردنش بعد خودشو آویزون کنه. ملیحه گفت ولی نه همیشه. من چند دفعه تا حالا حس کردم که خودکشی کار خیلی سختی هم نیست. وای نه خدا نکنه. من همیشه میترسم. میدونی مرگ چیز ناجوریه. شاید حرف منو نفهمی. ملیحه گفت اتفاقا یه وقتی توی مجله نوشته بودن که عده‌ای هستن حتی از خودکشی کیف میکنن و لذتم میبرن. منیژه گفت همچو چیزی محاله. فکر نمیکنم کسی از خودکشی کیف بکنه. ملیحه گفت من و تو چه میدونیم؟ شاید هم واقعا مرگ لذتی داشته باشه. یه حال خوشی و مستی به آدم بده. اینو بعد از اونایی پرسید که خودکشی کردن که متاسفانه محاله. حالا شاید یه وقت آمریکایی‌ها یا روسا بفهمن و کشف بکنن که خودکشی واقعا لذت داره یا نداره. در این موقع تلفن زنگ زد. منیژه بلند شد و رفت توی راهرو. آمنه توی آشپزخونه بلند بلند با خودش حرف میزد و بعد میخندید. منیژه گوشی تلفن رو برداشت. صدای مردی از آن طرف گوشی گفت منزل جناب سرهنگ؟ بفرمایید. میخواستم با خانم جناب سرهنگ یا با دخترشون صحبت کنم. خواهش میکنم من خانمشون هستم. خودتون هستین خانم؟ سلام و تعظیم فراوان عرض میکنم. حالتون خوبه؟ مشتاق دیدار. منیژه گفت سرکار؟ مرد گفت من از بیمارستان خدمتتون تلفن میزنم. طبیب کشیک اون روزی هستم. سلام آقا، حالتون خوبه؟ تشریف نیاوردین خانم. چشم بنده سفید شد. 2 نوبت کشیک منتظر شدم و از شما خبری نشد. ما دیروز تیمارستان بودیم.
من که دیروز نبودم. خدمتتون عرض کرده بودم که روزای فرد بیمارستان هستم. منیژه گفت ولی ما دیروز برای عیادت سرهنگ رفته بودیم. منم میخواستم راجع به حال ایشان خصوصی با سرکار صحبت کنم. خواهش میکنم بفرمایید. نه، میخواستم حضوری باشه. منیژه گفت مگه خبری شده؟ سرهنگ حالش خوب نیست؟ مرد گفت نه خیر، منظورم در درجه اول زیارت سرکاره، بعد راجع به حال ایشون عرایضی داشتم. پس فردا تشریف میارین منتظرتون باشم؟ منیژه گفت معلوم نیست، شاید بتونیم. امیدوارم که خواهش بنده رو قبول بکنین و تشریف بیارین. خواهش نمیخواد آقای دکتر، شما چرا برای اومدن ما خواهش میکنین؟ اگه فرصت شد چشم. خیلی متشکر میشم. منیژه گفت مرحمت زیاد. سوء تفاهم نشه خانوم، مسئله جناب سرهنگ بیشتر مطرحه. منیژه گفت خداحافظ شما. گوشی رو گذاشت رو تلفن و اومد تو اتاق. ملیحه پرسید کی بود؟ منیژه گفت دکتر اون روزی بود، همون جوونکه هی اصرار میکرد که پس فردا بریم بیمارستان، حرفای خصوصی و حضوری با ما داره. ملیحه لبخند زد و گفت انشالله که خیره. منیژه پکر پشت میز نشست. محلقا بلند شد و چراغ روشن کرد. صدای تلفن دوباره توی راهرو پیچید. ملیحه خواست بلند شه که منیژه گفت صبر کن. زنگ رو زد. آمنه آمد تو. منیژه گفت برو تلفن رو بردار ببین کیه. آمنه رفت بیرون. ملیحه و منیژه و محلقا ساکت نشستن. چند ثانیه که گذشت ملیحه گفت میدونین زندگی به این همه دردسرش نمیارزه. میخوام بعد از این بیخیال زندگی کنم. اولین کسی که ازم خواستگاری بکنه زنش میشم. منیژه گفت چطور شد که یه همچی تصمیمی ده گرفتی؟ گرفتم دیگه. میدونی مرگ همیشه آدمو بیدار میکنه. مرگ همیشه موعظه میکنه. منیژه گفت آره راست میگی. زندگی واقعا حیفه. محلقا روی تخت تکان خورد و گفت زندگی حیف نیست. هیچی حیف نیست. آمنه در رو باز کرد و اومد تو. منیژه پرسید کی بود؟ آمنه گفت یه آقا بود. اول ازم پرسید که تو کی هستی؟ گفتم من خدمتکار خونه هستم. گفت خودشون چرا گوشی رو نمیگیرن؟ بعدم گوشی رو گذاشت زمین. آرامش در حضور دیگران. اثر غلامحسین ساعدی. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت 5. عصر روز بعد کارگرهای بخش اتاق سرهنگ رو آب و جارو کردن، پرده ها رو جمع کردن و با روبان زینتشان دادن. از باغ گل آوردن. تخت سرهنگ رو کشیدن وسط اتاق و ملافه ها رو عوض کردن. رو تختی خوشرنگی روی پتوها کشیدن. گلها رو هم توی چند ظرف حلبی دور تا دور تخت چیدن. چراغا رو روشن کردن. انترن کشیک با لباس سرمه‌ای و عینک کمرنگ آفتابی تنها توی راهرو که کاشی‌های دعوازده داشت قدم می‌زد. از همه جا بوی مستراح و بوی آباهک میومد. مریض‌های شلوغ رو برده بودن تو باغ. اتاق انترنا رو تمیز کرده بودن. ظرف میوه و جعبه شیرینی و بیسکویت و چند فنجان تمیزم برای چای روی میز چیده بودن. هر وقت که صدای ماشین از بیرون می اومد، انترن با عجله تا لب دریچه کوچک و گرد راه رو می دوید. ولی وقتی در بیمارستان رو همچنان بسته می دید، با سگرمه‌های تو هم بر می گشت و جلو اتاق سرهنگ می ایستاد. سرهنگ بی حرکت رو تخت افتاده بود. با چشمای باز سقف رو تماشا می کرد. به شدت لاغر شده بود و رگ‌های آبی کلفتی روی شقیقه هاش پیدا شده بود. 4 روز بود که غذا نخورده بود. لوله‌ای از دماغش رد کرده بودن که آبگوشت تو شکمش بریزن.
ولی لوله گرفته بود و ماده لزج و سفتی حلق و دماغش رو پر کرده بود. به زحمت نفس میکشید. صبحها و عصرها شربت قند و آب نمک تو رگش میزدن. یه مشت دوا و پنبه توی سینی کوچیکی بالای سرش گذاشته بودن. گربه چاق کارگر بخش زیر تخت سرهنگ خوابیده بود. به نظر می رسید که در انتظار چیزی کمین کرده. هر وقت که صدای قدم‌های انترن به اتاق نزدیک می شد، آهسته پوزش رو می دزدید و چشماش رو می بست. پنجه هاشو که روی کاشیا پهن کرده بود، زیر سینه‌اش جمع می کرد. کارگر بخشم مرتب میرفت و میومد و از خوشگلی خانمایی که قرار بود برای عیادت سرهنگ بیاین صحبت میکرد. هرچی وقت میگذشت انترن جوان بیشتر خونخونش رو میخورد. از دست خودش و از دست دنیا کلافه شده بود. چراغای باغ که روشن شد، انترن جوان کراواتش رو باز کرد و روی نیمکت راه رو انداخت. چند لحظه گذشت. یکی از مریضهای بخش پایین اومد بالا، روبروی انترن ایستاد و گفت: آقای دکتر، خبر دارین که یه جوون 30 ساله حوصله‌اش سر رفته و خودشو توی یه قهوه خونه بیرون شهر کشته؟ روزنامه‌ها نوشتن که یه چمدون اسلحه و طناب و سم باهاش بوده. میخوام بدونم اونم دچار بیماری روحی بوده و یه چیزیش میشده یا نه؟ انترن عصبانی گفت: اونم لابد یه آدم بی‌عرضه‌ای بوده که نتونسته تحمل بکنه. یه خر حسابی بوده. کی به تو گفته بیای اینجا؟ برو پایین. یالا گم شو برو پایین. مریض با وحشت دور شد. انترن بی‌حوصله اومد و ایستاد جلو اتاق سرهنگ. شب رسیده بود. چراغ‌های باغ پرنورتر و برجسته‌تر دیده می‌شدند. گل‌های اطراف تخت با عجله پژمرده و بیحال می‌شدند. سرهنگم ساکت و بی حرکت روی تخت افتاده بود. انگار جنازه است منتظر تشییع عزادارانی که هنوز نیامدند و در راهند. چند روز بعد از تشییع جنازه برادر مرد جوان، عده زیادی از دوستان و آشنایان در خانه ملیحه و محلقا برای تودیع ملیحه جمع شده بودند. خانه گرفتار رخوت غریبی بود. همه ساکت دور هم نشسته بودند. آمنه چای و قهوه و سیگار به مهمانها تعارف میکرد. ملیحه مأموریتی گرفته بود و برای مدتی به آبادی کوچیک و دورافتاده‌ای میرفت. محلقا هر چی کرده بود نتونسته بود خواهرشو از خیال مسافرت منصرف کنه. مخصوصاً که حال پدر روز به روز بدتر میشد و هر لحظه احتمال خطری در پیش بود. در بین مهمانها دکتر بیمارستانم دیده میشد که جعبه کوچیکی برای ملیحه آورده بود. مرد چشمابی هم همراه زنش اومده بود که یه دختر سیاه چرده و ریزه‌ای بود که با پررویی وسط جماعت قل میخورد و میرفت و میومد بی اون که توجه به صحبت دیگران داشته باشه. فقط هوای خودشو داشت. مرد جوان با لباس و کراوات سیاه دم در نشسته بود و تند سیگار میکشید و با بلا تکلیفی دور و برش رو نگاه میکرد. آمنه و دختر خوندش در طبقه پایین چمدونا و لوازم ملیحه رو پارچه میگرفتن. تنها منیژه بود که با آرامش کامل در حضور دیگران نشسته بود. صدای همهمه چلنگرها که در حال کوچ بودن از بیرون خونه شنیده میشد. محلقا مرتب دنبال ملیحه بود. در حالی که تون اشکاشو خوش میکرد، سعی میکرد شاید در لحظات آخر خواهرشو از این سفر بی سرانجام منصرف کنه. ملیحه با خنده و شوخی محلقا رو دست مینداخت و جوابای کوتاه و سربالا بهش میداد. کارها که تموم شد، ملیحه و محلقا هم اومدن و کنار دیگران نشستن. ملیحه گفت: خب انشالله که دوستان ما رو حلال میکنن. اگه بدی از ما دیدن میبخشن.
به هر حال دنیاست. امروز هستی و فردا نیستی. خلاصه اگه کسی از من رنجیده محبت بکنه و فراموش کنه. حالا من یه گوشه پرتی میرم، شاید بتونم عوض شم. شاید برای بعضی چیزا معنی پیدا کنم. شاید بفهمم که چه باید کرد. مرد جوان گفت مسافرت تو برای من از مرگ برادرم تلختر و سختره. حالا فکر میکنم اگه تو بری ما چی کار کنیم؟ جای تو رو با چی پر کنیم؟ آخه این چه وقت مسافرته؟ حق گریه های محلقا بلندتر شد. دکتر گفت هر کسی حق داره برای زندگی خودش تصمیم بگیره. این اصلیه که همه قبول دارن. یعنی هیچ کس تو این دنیا وصی و قیم لازم نداره. اما یه چیزای دیگه هم هست. آدم تنها واسه خودش زندگی نمیکنه. اگه غیر از این بود که حرفی نداشتیم. اما دیگرونم هستن. اونایی که آدم به اونا دلبسته است یا اونایی که به آدم دل بستن. به هر صورت دیگرونم باید در نظر گرفت. بی‌اعتنایی به دیگران فکر نمی کنم که تنها وسیله رهایی و راحتی باشه. زن مرد چشمابی گفت دیگرون؟ دیگرون چه اهمیتی دارن؟ برگشت با قیافه مغرور از شوهرش پرسید به نظر تو اینطور نیست؟ مرد چشمابی بی‌اعتنا گفت نمیدونم. زن دماغ بلند شد. خودش از زیر نگاه‌ها و پوزخند دیگران نجات داد. محلقا در حالی که چشماشو پاک میکرد به ملیحه گفت میدونی ملیحه تو اصلا فکر منو نکردی. ملیحه خندید و گفت شماها چرا اینجوری میکنی؟ من دارم میرم سفر، نمیرم که بمیرم. شماها بی خودی ازو گرفتین. شاید یه وقتی به کلم زد و برگشتم. محلقا که حق گریه‌هاش بلندتر شده بود گفت رفتن عین مرگه، هم برای اونا که میمونن هم برای اونا که میرن. ملیحه جواب داد هیچ هم اینطور نیست. شاید رفتن بتونه کاری بکنه. شاید واقعا آدمو نجات بده. مرد چشمابی گفت نجات از چی؟ از کی؟ آمنه که با سینی خالی و چشمای گریون دم در ایستاده بود و بهت زده دیگران را نگاه میکرد گفت کی برمیگردین خانم؟ ملیحه گفت خدا میدونه. رفتن با منه، برگشتنم با خداست. مرد چشمابی آهسته زیر لب تکرار کرد رفتن با منه و برگشتن با خدا. مرد جوان گفت ملیحه برای ما خیلی عزیزی. برای من، برای خواهرت، برای دوستات. تو تنها کسی هستی که به زندگی همه ما گرمی و لطف غریبی دادی. ببینم اگه ملیحه نباشه با کی میشه درد دل کرد؟ ملیحه گفت شما رو به خدا بس کنین. این همه راجع به من حرف نزنین. بیشتر از اینم منو ناراحت و گرفتار خودتون نکنین. صورتشو به دیوار گرفت و اشکاشو با لب آستینش پاک کرد. دکتر با قیافه متأثر و ابروان نزدیک به هم گفت اگه نمیرفتی خیلی بهتر بود. اگه نمیرفتی شاید یه طوری میشد. مرد چشمابی پرسید خونه چطور میشه؟ ملیحه گفت خونه سر جاشه. منیژه هم هست. آمنه هم میاد و کارا رو به راه میکنه. خدا کنه که پدرم خوب شه و برگرده. اون وقت همه چی درست میشه. دکتر از ملیحه پرسید برای دیدن جناب سرهنگ نرفتین؟ ملیحه گفت چرا؟ ظهری بیمارستان بودم. فرق چندونی نکرده. دکتر پرسید شما رو شناخت؟ ملیحه گفت نه. دیگه غذام نمیخوره. نمیدونم چی بشه. حق محلقا بلند شد. پشت سرش گفت ملیحه جان نرو. ببین آخه پدرم در اومد. وضع منو اعصابمو ببین به کلی خراب شده. آخه حالا چه موقع رفتنه؟ ملیحه گفت بابا دیگه گذشته. مأموریتی گرفتم و حتما باید برم. سیگاری روشن کرد بلند شد و رفت تو اتاق دیگه. مرد چشمابی گفت نمیتونه دووم بیاره. ایشالا هرچه زودتر حوصله‌اش سر میره و برمیگرده. شوخی نیست تک و تنها در ولایت غربت. مرد جوان گفت کو تا برگرده؟ دکتر پرسید کی حرکت میکنن؟ مرد جوان گفت همین 1-2 ساعت دیگه.
دکتر گفت من هیچ وقت فکرشو نمی کردم. محلقا تأثیری که در حال شما نداره. مرد جوان تا این حد بی‌انصاف نباش محلقا. محلقا ساکت شد. همه ساکت شدن و شروع کردن به سیگار کشیدن. ملیحه در حالی که لباس سفر پوشیده موهاش رو در روسری قرمزی پیچیده بود وارد اتاق شد. آمنه که فنجون‌های چای رو جمع می‌کرد بی اختیار گفت خدایا خانم چقدر خوشگل شده. ملیحه گفت بچه‌ها خواهشم اینه که گاهی وقتا سری هم به اینجا بزنید. منیژه رو تنها نذارین لطفاً. منیژه که تا اون وقت ساکت نشسته بود گفت زیاد به فکر من نباش. من خیلی هم تنها نیستم. فردا میرم بیمارستان که به سرهنگ برسم. کسی چیزی نگفت. بوق ممتد ماشین کرایه‌ای از بیرون خونه بلند شد. ملیحه با صدای بلند گفت خب بچه‌ها. همه یکه خوردن و بلند شدن. عصر روز بعد منیژه برای عیادت سرهنگ رفت تیمارستان. هوای بعد از ظهر پاییزی و رطوبتی که از درختها می‌تراوید آرامش او را کامل‌تر می‌کرد. پیش از ظهر از تیمارستان خبر داده بودند که حال سرهنگ خوش نیست. تنها نهار خورده، حمام گرفته، لباس روشنی به تن کرده و راه افتاده بود. باغ تیمارستان پر کلاغ بود که دسته دسته از زیر یه درخت در می اومدن، در حاشیه سکوی ردیف می شدن، بعد پرواز می کردند و بالای کاج بلندی جمع می شدن. چند لحظه بعدم همه با هم توی تاریکی گم می شدن. به نظر می رسید که با قرار قبلی و از روی نقشه مشغول انجام این کارا هستن. توی حیاط تیمارستان جوان چارشانه و خوشقیافه‌ای که ریش مجعدی داشت از شلوغی و ردیف کلاغ‌ها تند و تند عکس می‌گرفت و با صدای بلند می‌خندید، شادی می‌کرد. منیژه بی توجه به همه اینا از میون کاج‌ها گذشت و وارد راهرو بخش شد. راهرو بخش که تاریکی و کسالت بعد از ظهرای پاییزی رو داشت. یه دسته از مریض‌ها با پزشکیار بخش دور میزی نشسته بودن و ورق بازی می‌کردن. منیژه لای در اتاق سرهنگو باز کرد اما دلهره شدید اجازه نداد وارد اتاق بشه. بوی تند یه چیز له شده از لای در بیرون می اومد. منیژه برگشت و به انتهای راهرو رفت و با احتیاط در اتاق انترن کشیک زد. صدای مردی گفت بفرمایید. منیژه در رو باز کرد. انترن جوان روی تخت افتاده بود و فرهنگ انگلیسی کهنه‌ای رو ورق می‌زد و لغت در می آورد و در حاشیه کتابچه‌ای می‌نوشت. بوی تند حمام از اتاق بلند بود. روی میز تعداد زیادی ظرف‌های نشسته، یه جفت دستکش طبی کثیف و یه دستگاه شطرنج پراکنده بود. منیژه گفت سلام آقای دکتر. انترن سرشو بلند کرد بی اون که از جاش تکون بخوره با قیافه مغروری گفت کاری داشتین؟ منیژه جا خورده گفت حال سرهنگو میخواستم بپرسم. انترن گفت از پزشکیار بخش بپرسین خانم. منیژه گفت نمیشناسمشون. برین اتاقشون رو پیدا کنی. منیژه گفت میخواستم که انترن حرفشو قطع کرد و گفت همین که گفتم خانم برین سراغ پزشکیار. دوباره شروع کرد به ورق زدن کتاب لغت. منیژه بیرون اومد و درو بست. کارگر بخش روی تاقچه کنار پنجره نشسته بود و بافتنی میبافت. گربه چاق و کوری رو توی دامنش خوابونده بود. منیژه به کارگر گفت پزشکیار کجاست؟ کارگر گفت اونهاش داره با مریضا ورق میزنه. منیژه پزشکیار رو از روی لباسش شناخت. با احتیاط نزدیک شد و گفت آقا خیلی عذر میخواستم حال سرهنگو بپرسم. پزشکیار گفت سرهنگ؟ کدوم سرهنگ؟
همه اینایی که اینجا میبینی یا سرهنگن یا سرتیپ. هر کی از این در وارد بشه خودشو سرهنگ میدونه. شما کدومشونو میگی؟ یکی از مریضا گفت منو میگی؟ دومی گفت نه، این یکی دیگر رو میخواد. سومی گفت دلخور نشین خانوم، شوخی میکنن. اگه ما اینجا شوخی نکنیم دق میکنیم. منیژه به پزشکیار گفت مریض تخت 17 رو میگم. پزشکیار گفت اتاقش اونجاست. اتاق سرهنگ رو نشون داد و ورقا رو برداشت و بر زد. منیژه رفت طرف اتاق سرهنگ و در رو باز کرد. 6-7 تا گربه چاق و سیاه گوش و کنار اتاق خوابیده بودن که بلند شدن و با دلخوری از در بیرون رفتن. زیر تخت و اطراف اتاق پر کثافت و پنبه و کهنه بود. زیر تخت مقدار زیادی آش ریخته بودن که سفت شده به کاشیا چسبیده بود. سرهنگ صاف روی تخت دراز کشیده پلکاشو بسته بود. دور دهان و دماغش رو اخلاط کثیف و لزجی گرفته بود و با دهان نیمه باز به زحمت نفس میکشید. منیژه ملافه رو کنار زد. دستا و پاهای سرهنگو به تخت بسته بودن. زیر سرهنگ خیس بود و بوی ادرار کهنه اتاقو پر کرده بود. منیژه اول پنجره، بعد بندهای دست و پای سرهنگو باز کرد. نفس سرهنگ راحت تر شد. بعد دستمالشو در آورد و زیر شیر آب گوشه اتاق خیس کرد و دور دهان و دماغ سرهنگو تر کرد و کثافات رو کند. سرهنگ چشماشو باز کرد و بیحال نگاهش کرد. منیژه با ملافه کثافات اتاقو جمع کرد و اومد روی سرهنگ خم شد. کلاغ‌ها از جلو پنجره دور شده بودن و آفتاب کمرنگ بعد از ظهری روی دیوار افتاده بود. سرهنگ نفس‌های بلند و راحتی می‌کشید. منیژه شونه‌های سرهنگو گرفت و بالا کشید. سرهنگ با صدای آهسته‌ای گفت خوب شد. منیژه پرسید چی خوب شد؟ سرهنگ گفت خوب شد. منیژه گفت جایی درد میکنه؟ نه. بهتری؟ آره. چیزی میخوای بخوری؟ آره. چی میخوای بخوری؟ آب. منیژه دور و بر اتاق نگاه کرد. ظرفی نبود که توش به سرهنگ آب بده. آستینای بلوزش رو بالا زد و رفت شیر آب و باز کرد و دستهاش رو از آب خنک و زلال پر کرد و با احتیاط به طرف سرهنگ اومد. سرهنگ آروم آروم سرش رو خم کرد و لبهاش رو پیش برد و از دستهای منیژه آب خورد. پایان.